بر خدایگان امپراتور هادریانوس جانشین خدایان بر روی زمین. درود ژوپیتر بر امپراتور هادریانوس فرمانروای نیمی از جهان و امپراتوری عظیم بر زمین روم. جای بدی نداری دیوکله، اینجا نباید به تو بد بگذرد. از مراهم شماست قربان. با او خیلی صمیمی هستی. همینطور است. در زمان تراژان او یکی از افسران لایق لشکر بود و یک بار هم جان مرا نجات داد. که اینطور پس تمایل شما برای مسافرت به فیلادلفیا بیهوده نبوده. این از بنده نوازی جناب امپراتور است، وگرنه حقیر کجا و نجات جان خداوندگار خیش کجا. تو در اینجا زبان بازی و لفاظی رو هم خوب آموختی. آن هم از مراهم شماست، وگرنه بنده کجا و اظهار کلام قربان. نخیر زبان باز قادری. گمان میکنم جناب امپراتور و بانو از رنج سفر خستند. استراحتگاه شما از این طرف است. امکانات ما در سوریه هرگز به پای روم نمیرسد. امید که فردا شکارگاه‌های زیبای فیلادلفیا در خور شهر حضرت امپراتور بود. تو انگار سالهاست که به روم نیامده ای دیوکله. در ذهن خود چه تصور کرده ای؟ ما بیشتر در اندیشه کشورگشایی بوده ایم تا آسایش خودمان. در ضمن دربار من هم با دربار تراژان خیلی فرق می کند. بفرمایید مالک جناب. میهمانان را به اتاقهایشان راهنمایی کنید. آرزوی با آسایش شماست قربان. نه جای بدی نیست. بفرمایید قربان. نمیدونم چرا انقدر احساس خفگی میکنم. روز سختی بود. این بیچاره ها را نگاه کن. شما چرا اینجا ایستاده اید؟ منتظریم سرورم. منتظر کی؟ نمیدانیم.
می توانیم بنشینیم؟ البته که می توانیم. برو هی. برو جلو. هجوم. برو. سریعتر برو. هجوم. خیز. سریعتر. راه برو. اینها را کجا میبرند؟ برای قفس شیرها و تفریح امپراتور عالی جناب. و ما هم در آمفی‌تئاتر مرگ یکایک آنها را نظاره خواهیم کرد. خدا را چه دیدی؟ شاید امپراتور فرصت تفریح نیافت. برو گالوس. اطاعت. ای وای چه مصیبتی! چگونه می شود این فاجعه را باور کرد؟ ای لعنت بر شما گستاخان!
زمین فیلادلفیا را زیر و رو خواهد کرد. بنگر پیکر خدایان ما را چگونه قطعه کردند. بنگرید از این گستاخی خدایان بر ما آتش خواهند بارید. پناه بر جوپیتر، پناه بر آپولون. نه، مگر می شود بارد، مگر می شود تحمل نمود. عالی جناب، عالی جناب، عالی جناب، عالی جناب، بیایید. کی این اتفاق افتاد؟ دیشب بانوی من. فطرتان چگونه جرأت کردند؟ به خدایان بگویید که از حریم خود دفاع کنند. چه معنی دارد؟ بروید بگویید. بله. این چه اوضاعی است؟ بروید. چشم. بله عالی جناب. عجب خدایانی. پس خداپرستان جسوری نیز داریم که از آنها بیخبریم. ات قربان. باور کردنش مشکل است عالی جناب جولیوس. عده‌ای ناشناس نیمه شب به معبد حمله کرده و تمام تندیس‌های خدایان را شکستند. حال کاری که بوده هیچ کس خبری ندارد. اگر او دیوانه شود حق دارد. ای جوپیتر قدرتمند، ای جوپیتر قادر بالا که از خشم تو دیگر خدایان در بیمار. اگر این خبر به گوش امپراتور برسد وای به حال. خاموش باش. حریم معابد تو را به پلیدی می‌آید. ببین که چگونه تندیس‌های تو و دیگر خدایان نامیشه. اینجا چه خبر است؟ آیا این آن را شنیدم که جناب امپراتور شکارهای خود را از فاصله بسیار دور شکار میکنند. شکار کردن سخت نیست. باید مراقب باشی شکار نشوی. شکار میکنن و بعضی ها شکار میشوند. من گمان میکنم که تو بیش از اینها باید مواظب اوضاع حکومت باشی دیوکله. والله شکار خواهی شد. جناب امپراتور چیزی شنیدند که من از آن بیخبرم. فقط خواستم هشدار دهم که مراقب درباریان و اطرافیان خود باشید. مبارزه با اگر جناب مظلوم هستند کافی است. من فقط هشدار دادم. میدانی اگر فقط یک نفر از رومیان منتسب به امپراتور از آن پیامبر ناصری سخن بگوید چه فاجعه‌ای پیش خواهد آمد. میدانیم خداپرستانی که یعنی موضوع جناب ماکسیمیلیان و بانو هلن را میدانم. اگر خداوند یاری کند با اجرای نقشه ما او همه دانسته هایش را فراموش خواهد کرد. عالی بود جناب امپراتور، عالی بود.
یعنی کار کیست؟ نمیدونم. اینجا چه خبر است؟ عالی جنابی نگهبان شکارگاه او را با تیر زدند. پس چرا معطلید؟ شاید کسی قصد جان امپراتور را داشته باشد. بروید دنبال زارب. اطاعت. سرباز بیچاره، تو نیز قربانی امپراتور شدی. صبر پیشه کنید که خداوند با صابران است. صبر از آن کسانی است که طالب زندگی اند و با صبر میخواهند مصائب را تحمل کنند. ولی من بعد از شما جز مرگ آرزویی ندارم. ولی شما بعد از من وظایف بزرگتری به عهده دارید. پیروی و ادامه راه من و سرپرستی از دختر راه شما مرگ است که من نیز برخواهم گزید. راه ما راه خداست. ما خدا را برگزیده. تو نیز این چنین کن. به همراه بانو هلن شاید سنگینی بار این رسالت را سهل‌تر تحمل کنی. میخواهم فردا همراه شما باشم. میخواهی یک تن دیگر به کشته های فردا بیفزایی؟ من میخواهم با شما باشم، فقط همین. همه ما با خداییم. با او که باشی با منی. چگونه میتوانم؟ کلودیا بنشین. میخواهم خوب نگاه. شاید پس فرصت دیدار دوباره دست ندم. اگر چی شد؟ حال ندیده بودم. تا به حال دلیلی برای خوشحالی نداشتم. اما امشب شب موعود است. شبی که سکوت را خواهم شکست. شمشیر برای چی؟ آن را صیقل دادم. خب شاید به کار آید. در میهمانی امپراتور به کار آید؟ فردا مگر شما به قصر امپراتور نمی روید؟ چرا؟ نکند قصد دارید؟ نه هنوز نمیدانم چه قصدی دارم. فقط میدانم که روز بزرگی است. امشب شب خدا است. شب یگانه پرستی. شب بت شکنی. بت امپراتور و خدایان. و فردا روز جدایی، روز مرگ و پایان زندگی ماست. هر آنچه که خداوند اراده کند همان خواهد شد. و تقاضای من از تو این است که در برابر مشیت او صبور باشی. عمر زندگی مشترک ما چه کوتاه. آره کوتاه ولی ارزشمند. اگر برای من اتفاقی افتاد به خانه ماکسیمیلیان برو. هلن به تو تسکین میدهد.
یعنی بعد از تو تسلی و تسکین ممکن است؟ چرا ممکن نیست؟ خدا بهترین تسکین دهنده است. ما برای خدا کشته می شویم و شما هم در راه خدا تحمل کنید. چانچہ سیاست اول کے در دنیا بنیاد کو تفرقہ اندازی درمیان ملتا کہ چنائی تفرقہ اندازیہ استفادہ بکن اشیاء بانی مبانی اولین کہیں فرعون علیہ اللعنت استاد کل بعد از فرعون علیہ اللعنت در ای امت دور زمانہ ایک ہستے علم بردار یہ سیاست یہ تدبیر قیبوم دنیا انگلیس انگلیس تا تمام اقوام دنیا ہمیں تفرقہ شوہاز کو بانواع مختلف و بالخصوص مسلمانہ بانواع ہائے مختلف تفرقہ ہائے سوری تفریقہ مانوی اور دور دا کہ ملی مسلمان یہ شواد مبا ہر کا گواد بکبید آدگر مبید کس پا کس مرسی کسی ہر کس بود جہاں سرگرم بیت بکبی بما مرسا کس منیگی مبی بکلی چنانچہ یہ سیاست تاغوتان و امپراتوری ہائے دنیا تمام ہمشی چنین لحاظہ چھے فرعون علیہ اللعنت تقلید کرنا یہ سیاست بنیان گزار ہما منحوست یہ سیاست ہنو پانک ما شما ہستے میں کشمیر تاہمی سیاست درکار بوگی بالکل ہر جا مردمانا ہوتی قومانا باہم دگر کیسے خراسانی با خراسانی درگیر کنا بلوچا کو بلوچ درگیر کنا آدگرہ کو آدگر درگیر کنا چنگویا کے پادی شی حمایت کنا آئیے حمایت کنا میں تی مردمہ شما تی مردمہ ملی ودمت باہم دگر بکمن چنگو تفرقہ پیدا بھی کے یہ ہمارے کل مردے گا کھاستے کر اسی ملتا باہم دگر سرگرم کا نواد بہن استفادہ بکا مدبات غلط دشمن به دشمن شود مشتغل دوست بنشین با آرام دل یہ چیز در حقیقت ہما سیاست فرعونی کی وحدی در دنیا بکار روگ نزد تاغوتان جہاں فلامنی امتا اولین شخص یہ کہ یہ نقشی طرح کود آئی کیا ابن کہے ابن سوا نام نظانہ مشاہد مقار بیچارگان یا چطور سا نام لگے بس شما و نقشہ ازدانی کہ آغا کے نقشہ پرداز بودتا چوک نمازہ گھتما ہمیں نقشہ یا خوب توضیح دے ہم دنیا چوکا بیشتی عاملی قرار گیا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقائي، أنا صديقتكم مودة. اليوم سنتعلم سورة البينة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لينة منفكين حتى تأتي البينة. الله يتلو من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة
فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وما أمروا إلا ليعبدوا الله حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم والمشركين في نار جهنم خالدين فيها والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. هنوز در سیره قهرمان دوم اسلام یعنی امیرالمؤمنین عمر بن خطاب هستیم. در جلسه گذشته مطالبی خدمتون عرض شد. ادامه اون مطلب عرض کنم که
عمر در روز اول خلافتش بر منبر رفت و در خطبهش گفت که ای مردم، من کسی هستم که گوسفندان قوم خویشام و از بنی مخزوم در مقابل یک مشت خرما یا کشمش میچراندم. بعد از منبر میاد پایین. عبدالرحمن بن عوف میگه که امیر المؤمنین مقصودت چیه؟ چرا این خطبه رو خوندی؟ گفت ای ابن عوف، من با نفس خودم خلوت کردم. ببین چقدر مراقب خودشه. نفسم به من گفت تو امیر المؤمنینی، بین تو و بین خدا دیگه کسی نیست، از تو افضلتر رو بهتر کیه؟ من میخواستم نفسم رو ادب کنم تا اندازه خودش رو بدونه. یه خاطره ای گذاشته تو خاطرش، ببین چطوری در ملأ عام خودش رو ادب میکنه. یعنی این که ماها چه بسا در اول جوانیمون کسی ما رو نشناسه، بعدا یه شخص میره درس میخونه، پزشک میشه، مهندس میشه، دکتر میشه، درآمد زیاد پیدا میکنه و ممکنه با این اوضاع جدید بر مردم فخر بفروشه. یادش میره که این همون جوان فقیر بود، خداوند بهش فضل کرد، نعمت داد تا تونست درس بخونه، تا تونست پیشرفت بکنه. چه افرادی که سابقا فقیر بودند بعد غنی شدند. مقصود این که انسان گذشتهش رو نباید فراموش کنه، به گذشتهش کفر نورزه، تا قدر نعمت خدا رو باید خودش بدونه. اما راه این که انسان قدر نعمتهای خدا رو بدونه چیه؟ همین که خودش مثلا اگه فقیر بوده، ناشناخته بوده، زن و فرزند نداشته، خونه نداشته، خداوند بهش منت گذاشته، درس خونده، تحصیل کرده، پیشرفت کرده، زن و بچه گرفت، براش مهیا شده، درآمد خوب براش مهیا شده، مهندس، پزشک. اینجا به زیرکی خودش، به توفیق خودش و کاردانی خودش نباید توجه کنه، نگه اینها از خودمه، بلکه همیشه یادش باشه این نکته که این از فضل خداوند بر منه. به هر اندازه که انسان گذشتهش یادش باشه، ناتوانیش، فقرش، ناشناختگیش، اینا رو که به یادش بیاره، اینا باعث میشه که نعمتهایی رو که خدا بهش داده شکرش رو ادا کنه. و انسان در هر لحظه در قبضه خداونده، زیر لطف و کرم خداونده. همه امور سلامتیت، سرنوشت، همش در دست خداست. و یه نقطه خون اگه در مغز منجمد بشه خدا نکرده، همه معلومات فراموش میکنید، گرفتار فقدان ذاکره میشید، یا کلی یا جزئی. چه بسا انسان هایی که خدا نکرده اختلال حواس پیدا کردن، دیگه از منزل به بیمارستان روانی، خدا نکرده اگه انسان در یک حادثه گرفتار مثلا مشلول بشه، نصف مشلول، کاملی. مقصودی که انسان در هر لحظه تحت الطاف خداونده. انسان به آخرین اوضاعش نگاه نکنه، ابتداها نگاه کنه، به اون بدای آغاز نگاه کنه که چطوری بوده. همیشه مقایسه کنه تا فضل خدا را بر خودش بدونه. و همیشه این آیه از سوره نساء آیه 113 یادش باشه که و کان فضل الله علیک عظیما، فضل خداوند بر تو بسیار بزرگه. شما مثلا وقتی
داخل منزلت میشید، خارج میشید، خودتو آزاد میبینید، در خانات در جامعه مکرمید، معززید. اینا همش نعمتهای خداه. نیاز به عصا نداری، نیاز به کسی که دستو بگیره ندارید، معوا داری، حقوقی دارید. مثلا عرض میکنم الان کم و زیادش به جا خودش. ولذا یکی از پادشاهان از وزیرش سوال کرد که پادشاه کیه؟ گفت تو؟ گفت نه، پادشاه اونه که یه خونه داشته باشه، یه همسری که اون راضی بکنه و رزقی که اون کافی باشه. اون پادشاهه. نه ما رو میشناسه نه ما بشناسه میشه. ولذا در حدیث ترمذی هست که از ابن عباس احب الله لما یغدوکم من نعمه، خدا را با خاطر نعمت هایی که به شما داده دوست داشته باشید. و احبونی بحب الله، مرا با خاطر خدا دوست داشته باشید. و احبوا اهل بیتی بحبی، و خانواده مرا به دوستی من دوست داشته باشید. نه که پشت رو میدید، نه که بگیم فاحشه‌اند، تا بدونید که این فحاشان تا چه حد از اسلام دورند. اگر گوش عزیزه گوشواره عزیزه. اونم همسران پاک پیغمبر، پاکترین فرد روی زمین و قله نعمت ها چیه؟ بزرگترین نعمت هدایت، ارشاد، توحید، اسلام. برای که همه نعمت ها بدون هدایت با مرگ تمام شد. لیکن هدایت تا تا ابدالآبدین همراهته. عمر یک شخصیتیه که بسیار نادره، برای که هر انسانی وقتی به مقامی برسه، متفوق بشه، از بزرگان جامعه بشه، غالبا با غرور همراهه. یعنی غرور از لوازم پیشرفته. متاسفانه این از ضعف انسانه. اما این که انسان در رهبری جامعه باشه، در قله جامعه باشه، از بزرگان جامعه باشه، باز هم متواضع باشه، این خیلی نادره. وقتی که عمر مسلمان شد، همچنان که در جلسه گذشته گفتم، پیامبر اکرم با صحابهش خیلی بهش خوش آمد گفتن. حتی قبلا دعا کرده بودن که مسلمان بشه. یک حادثه بود. برای پیامبر فرموده بود که اللهم کارا که دست خداونده، دست پیغمبر نیست. کارا نه دست عیسی است، نه دست موسی، نه دست محمد. الان علی و غیر علی رو بقیه رو بذاریم جای خودش. حتی پیغمبران کاری نیستن. لیس لک من الامر شیء، کاری نیستی. کارها همه دست خداوند. جبریل کاری نیست، واسطه برو اینو برسون، تمام شد. مأمورند اینها همه. شاه شاهان اوست. مهار همه چیز در دست اوست. همونی که مسیح پرست و علی پرست و بقیه مشرکان او را رها کردند و بندگانش چسبیدند. ولذا پیغمبر خدا ولایت تکوینی نداشت که پوش کنه اینو بیار به اسلام اونو بیرون کنه، خیر. بلکه دعا کرد که اللهم ای خدایا اعز الاسلام به هذین الرجلین الیک، اسلام رو با یکی از دو نفری که پیشت محبوب تره عزت بده، یا با ابو جهل عمرو بن هشام یا با عمر بن خطاب. و عمر محبوب ترینشون بود. از روزی که عمر مسلمان شد اسلام علنی شد. آقا میدونید اسلام علنی شد یعنی چی؟ یعنی اسلام مخفی بود. یعنی شما یک آیه رو نمیتونستید بخونید. نمیدونم چطوری مثالش بزنم که به ذهن نزدیک باشه. مثلا عرض کنم یه شخصیتی
بسیار ممنوع در این دنیا کی میتونه تو خونش راهش بده؟ مثلا امروز این مثال دقیق نیست البته، مثلا داعشی ها یا یه شخصیتی که ممنوعه خلاصه، خب کسی میتونه تو خونه خودش راه بده؟ نه. و اون موقع شما یک آیه اگه میبردید خونه کعبه تمام شد، رفته بودید، دهل ورتت کرده بودن. تا عمر مسلمان شد اسلام علنی شد. تا این لحظه مسلمانان مخفیانه خدا را عبادت میکردن. پس اسلام عمر تأثیر بسیار بزرگی داشت. ولذا علی حق داره بگه کسی مرا با ابوبکر عمر مقایسه کنه من حد افترا بهش میزنم. و یکی موضوع دیگه که پیامبرم او اسمشو فاروق گذاشت. پیامبر وقتی به کسی یک لقبی بده به حق اون لقبش میده، برای که اسلام و عمر بین حق و اسلام، بین حق و باطل، بین نرمش و رو در رویی فارق بود. یعنی این یک به اصطلاح نقطه عطفی بود تا اسلام و عمر. قبل از اون مخفیانه عبادت میکنه، الان نخیره، رو در رو، چون یه شخص قوی باشون هست. و از جمله ای که این قهرمان اسلام بعضی اوقات به پیغمبر پیشنهادی میده، وحی میاد، قرآن میشه تا قیامت خونده میشه. سیرنویسان اینها رو موافقات عمر میگن که چطوری آرائش رو با وحی موافق میشه. این هم یک برجستگیه، یک ویژگیه. دوباره این صحابی جلیل القدر میشه خلیفه مسلمانان. خب با این همه امتیازات باز گرفتار غرور نمیشه. اگر در نفسش خاطره عبور کنه میاد علنا نفسش رو توبیخ میکنه. مثلا امروزه اگر یه نفری یه توفیقی حاصل کنه، کسی میتونه باش حرف بزنه، فقیر باشه، غنی شده باشه، آخوند باشه، قدرت رسیده باشه. تا دیروز آقای خامنه‌ای تا دیروز روزه میخوند، امروز شده رهبر مملکت. کی که بتونه بهش بگه که بالا چشمت ابرو. فخر فروشی ها آقا دیگه قدمگاه داره. قدمگاه. یه انسان رو میبینی مثلا زیباست، مرد، زن، بر دیگران فخر میفروشه. یعنی هر پیشرفتی غرور همراهشه و غرور انسان رو ویران میکنه. و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یک جمله طلایی داره، میگه لقد كنا ولسنا شيئا مذكورا حتى اعزنا الله بالاسلام فمهما ابتغينا العزة بغير الاسلام اذلنا الله. نحن قوم اعزنا الله بالاسلام. ما قومی و هر وقت عزت به غیر از اسلام بخواهیم خدا ما رو ذلیل میکنه. نگاه کنید الان دولت‌های عربی رو. تا این جمله تنها برای عرب نیست، برای همه. عرب در جاهلیت چیزی نبودن، قبایل متفرق، جنگ، فتنه و حق با زوره، مثل قانون جنگلی که الان که بر دنیا مسلطه. یکی از دقیق ترین نقطه ها در تاریخ عمر اینه که همیشه تکرارش میکرد، در هر موضوع اینو تکرار میکرد. یا عمر ما تقول ربک غدا، فردا به خدایت چه میگید؟ عجب حرفی ها. در هر موردی این سوال از خودش میکرد. مثلا چرا این دادی، چرا این من کردید، چرا اینجا
لبخند زدید، چرا اینجا عبوس شدید، چرا اینجا راضی شدید، چرا اینجا خشمناک و هکذا. در هر موضعی سوالش از خودش اینه که فردا به پروردگار چی میگی. اگه من شما همین سخن و شعار خود قرار بدیم، برای هر سوالی جوابی مهیا کنیم، فردا به خداوند چه میگیم؟ چرا به یک فرزند اکرام میکنید فرزند دیگه نه؟ چرا اینو ازدواج میدید به دیگری رو نه؟ و هکذا در هر موردی. اگر من شما در تمام فعالیت هامون، در تمام کارهامون، در خرید، در فروش، در منزل، در خلوت، در جلوت، برای خداوند این جواب مهیا کنیم، گویا خدا رو در پهلوی خود میبینیم. چنین انسانی که چنین بکنه امید زیادی هست که از عذاب دنیا و آخرت نجات پیدا کنه. احنف بن قیس میگه که من با عمر بود، یه مردی اومد گفت که امیر المؤمنین بیا با من، فلانی بر من ظلم کرده. عمر ناراحت شد، یه خورده، یه موضوعی بود، به هر حال اون یه دوره ای زد، یه شلاق کوچکی زدش. اون شخص ناراحت شد، گفت اینو بیاری دوباره. وقتی که برگشت گفت این چوب دستی رو بردار منو. اونم برای خودش حقی قائله، میگه نه من به خاطر خدا ترکت میکنم، مشکلی نیست. احنف میگه که من با عمر برگشتم خونش، 2 رکعت نماز خوند، شروع کرد خودشو محاسبه کردن. ای ابن خطاب، کوچک بودی خدا بزرگت کرد، گمراه بودید خدا هدایتت کرد، ذلیل بودی خدا عزتت داد. بعد شخصی بیاد ازت کمک میطلبه، اونو میزنید، فردا به خدا چه میگید؟ آقای خمینی بلا تشبیه چه نسبت خاک را با عالم پاک ناراحته که چرا چوبهای دار بیشتر نکرده، چرا احزاب همه را یک بارگی نبسته و نمیدونه. از این حرفایی که شما میشنوید. عمر رو سیره شناسان میگن که در جاهلیت جبار بود و در اسلام قهرمان. وقتی که پیش نماز میشد، اونایی که در صف آخر بودن صدای گریه‌اش رو میشنیدن. یک بار دنبال شتری داشت میدوید، علی دیدش رضی الله تعالی عنه، گفت کجا امیر المؤمنین؟ گفت شتری از شترهای صدقه مال مسلمان ها، یعنی فرار کرده میخوام بگیرمش. یعنی میتونست کسی دیگه رو بفرسته؟ علی رضی الله تعالی عنه میگه که کسانی که بعد از تو بیان اونها رو به زحمت انداختید. عمر جواب میده قسم به خدایی که محمد رو بر حق فرستاده، اگر گوسفندی در ساحل فرات بلغزه، من میترسم که خداوند از من سوال بکنه. یعنی چی؟ یعنی احساس مسئولیت میکنن، چون این احساس مسئولیت به خیال آدمی نمیگنجه. سرودش همیشه این بود ای عمر، کوچک بودی خدا بزرگت کرد، گمراه بودی خدا هدایتت کرد، ذلیل بودی خدا عزتت داد، فردا به پروردگار چه میگویید؟ همین یک جمله اگه شاهان، اگه گدایان، اگه رهبران، اگه رهروان، اگه مسلمان ها همین جمله رو در ذهن خود نگه دارن، در هر موضوع از خودشون سوال بکنن، ببین چقدر تغییر میکنن، چه تغییراتی در نفسشون، در اخلاقشون، در جامعهشون به وجود خواهد آمد. و توحید عمر توحید عجیبی بود، در حد بالایی از توحید بود. یک بار با
ابو موسی اشعری بود. گفت که ای ابو موسی، خوشحال میشید که ما با رسول خدا صلی الله علیه و سلم مسلمان شدیم، با هجرت کردیم، در همه جنگ ها با شرکت کردیم. اگر در مقابل همه اینها فقط نجات پیدا کنید، نه بر ما نه بر علیه ما، راضی میشید؟ یعنی چی؟ یعنی در اعمال خودش تقصیر میبینه. آقا در همه جنگ ها شرکت کرده، مثل که امروز دعوتگران میبینی که در همه سفره ها شرکت میکنن، در بدنشون همه آثار زخم، آثار خنجر، آثار تیر. ابو موسی میگه نه به خدا ای عمر، ما جهاد کردیم، نماز خوندیم، روزه گرفتیم، اعمال خیلی زیاد انجام دادیم، به دست ما افراد زیادی مسلمان شدند، ما از خداوند امید ثواب داریم. خب عمل صالح کی بیشتره؟ ابو موسی یا عمر؟ تو شک عمر بیشتره. لیکن عمر با این اعمال عظیمش آرزوش اینه که فقط نجات پیدا کنه، نه بر لهش نه بر علیهش. ولذا عمر میگه که اما من قسم به خدایی که نفس جان عمر در دست اوست، من دوست دارم که فقط کفاف باشه، نه چیزی بر علیه من باشه نه چیزی نفهم. از این موضوع چی میفهمیم؟ از این موضوعگیرهای دقیق این که خشیتشون به خداوند، ترسشون از خداوند حد و حدود نداره، عظمت خدا را میشناسند، در مقابل عظمت خداوند خودشون را و اعمالشون را ناچیز میدونن. کسی که خودش را بشناسه خداش رو میشناسه. این داستان رو فکر کنم قبلا خدمتتون ذکر کردم. یکی از صحابه را که پیامبر 3 صحابه را فرستاده بود برای جهاد. اولیش زید بن حارثه بود، دومیش جعفر، سومیش عبدالله بن رواحه. اولی که پرچم برداشت کشته شد، دومی هم کشته شد، سومی یه ذره تردد کرد، یک ذره یه شعری گفت و بعد شهید شد. پیامبر وقتی خبر رو به اصحاب ذکر کرد گفت که الان پرچم برادرتون عبدالله بگیره، لیکن در مقامش از 2 برادرش یه ذره پایین تره، بخاطر یه تردد کوچک. یعنی که خداوند ببخشید انسان هر چقدر خدا رو، عظمت خدا رو بیشتر ببینه، عمل خودش رو کمتر میبینه. ولذا پیغمبر خدا علیه السلام میفرماد که اوذیت و ما اوذی احد مثلی، من چنان اذیت شدم که هیچ کسی از شما ها مثل من اذیت نشده. ترسانده شدم، هیچ کسی از شما مثل شما ترسانده نشده. 30 روز بر من میگذشت غذایی پیدا نمیکردیم مگر یه چیز کوچکی زیر بغل میگرفتیم. و با این حال همه شب نماز تهجد میخوند. وقتی بهش گفته شد که ای رسول خدا، خداوند گناهان گذشته و آینده تو بخشیده، جوابش چیه؟ افلا اکون عبدا شکورا، آیا بنده سپاسگزاری نباشم، بنده شکرگزاری نباشم؟ همه شب نماز میخونه. من شما اگه 2 رکعت تهجد بخونیم، مثلا عرض میکنم، یه هفته بعد ببینی که نفس چیکار میکنه. او ماشاءالله خوبی داد، تهجد میخونید. پیامبر که همه گناهانش بخشیده شده، لیغفر الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، تا خدا گناهان اول و آخری تو ببخشه، با این حال میگه من بندش سپاسگزاری نباشم؟ این ستارگانی که در گرد محمدن همه اینها را از او یاد گرفتن که در مقابل عظمت خداوند اعمالشون رو چیزی نمیدونن. انسان بر تدین، بر دینداری انگیزه های متعددی داره.
بعضیا به خاطر ترس، بعضیا به خاطر عشق و محبت، این بالاتر از اونه. بعضی از دوزخ میترسن، از مصیبت میترسن، از اینکه مرضی سراغشون بیاد میترسن، مرض قلب، نمیدونم از اینکه کسی بهشون اهانت کنه. یعنی انگیزه اصلیش بر مستقیم شدن ترس از خداونده. لیکن بعضی از صحابه نه، اینطوری بودن که درجهشون بالاتر بود، به خاطر محبت خداوند خدا را عبادت میکردن. و عمر از این صحابی بود، اگر از خدا هم نمیترسید خدا را عبادت میکرد، اگر از گناه هم نمیترسید گناه نمیکرد. و اگر انسانی از مرحله ترس به مرحله محبت خداوند برسه، این مرحله بسیار بسیار بالاتره، بسیار اشتیاق به خداوند. اینکه شما خدا رو به عنوان دوست خودت نگاه کنی، به عنوان رفیق خودت، به عنوان یار خودت، به عنوان یاور خودت، نه این کسی فقط شلاق دستشه. شلاق برای گناهکارانه، برای ادب کنند، برای اونایی که دور رفتند، برای محبوب نیست، برای یار نیست، برای رفیق نیست. شما رفیقتون رو شلاق میزنی؟ حضرت عمر میدونست که این نعمت هایی که بهش رسیده، نعمت هدایت، نعمت خلافت، این همه از فضل خداونده و بس. و خداوند میتونه در هر لحظه اون را ازش بگیره، به کسی دیگه بده. این که او رو این نعمت ها رو بهش داده، این فضل خداونده. و زمان شما هر نعمتی رو که بدانیم، مثلا شما رو مهندس قرار داده، عالم قرار داده، دانشمند قرار داده، زبان تو باز کرده، به حق سخن میگویید، بهت یک مرکز اجتماعی داده، در خانوادت، در شهرت، در هر جایی که هستی، هر نعمتی که دارید بدون که اینا از خداونده. نگو اینا به خاطر تخصص خودمه، به خاطر زیرکی خودمه. در هر لحظه ممکنه اینا سلب بشه. عمری با این عظمت میگه کاش که مادر عمر رو نمیزایید، کاش که مادر عمر نازامی بود، عمری به دنیا نمی اومد. چرا؟ از شدت خوفش خداوند، از شدت احترام و توقیرش به خداوند. او که برای خودش اینجوری خودش محاسبه میکرد، میلیون ها انسان، میگه خدا مادر عمر خیر بده که فرزندی مثل عمر به دنیا آورد. همین عمر نبود که ما ایرانیان از آتش پرستی و از موبد پرستی و از همین جاهلیت هایی که امروز شیعیان انجام میدن 100 برابرش اون موقع انجام نمیدادن؟ کی بود ما را نجات داد؟ و لذا هر روز مثل عمر از خود بپرسیم که چرا این کار انجام میدیم، چرا این کار انجام نمیدیم. باید خودمون رو محاسبه بکنیم. شب قبل از اینکه میخوابیم 5 دقیقه، فقط 5 دقیقه محاسبه شب کافیه قبل از اینکه بخوابی. عمر از همه مباحات دور میشد تا اینکه بهش مثلا خدا نکرده به شبهه‌ای نیفته. ببین چطوری یکی از استاندارانشون نصیحت میکنه. یکی از استاندارانش که عتبه بن غزوان باشه، استاندارش در بصره، و این نوشتهش خیلی مهمه. میگه که تو همراه رسول خدا بودید و بعد از ذلت عزیز شدید، بعد از ضعف قوی شدید، الان به امارات رسیدید، مثل یک پادشاهی هستید، هر پاد شنیده میشه، دستور میدید، دیگران اطاعتت میکنن و قدر این نعمت ها را بدون و به معصیت نیفتی که این نعمت ها چه بسا که از معصیت خطرناکتر باشه که استدراج نباشه، که اگر چونی که فریب نعمت ها را بخورید چه بسا که در جهنم بیفتید. من تو را و خودم را در پناه خدا قرار میدم. یعنی نعمتی که همراهش غرور باشه،
آقا من دولت تعیین میکنم، دهن این دولت میزنم، فلان میزنم. بعدش ببین که چیکار کرد، جوخهای اعدامو. یعنی ممکنه حتی نعمت هم لغزشگاهی برای هلاکت باشه. اگر نعمت باعث بشه که بالاتر از اونچه که هستید خودتو قرار بدید، یا اینکه بر خلق خدا تکبر بکنید، این مشکل بزرگی خواهد شد. چطوری صحابه رو نصیحت میکرد؟ یک بار دید که در دست جابر یه گوشتیه. گفت این چیه؟ گفت یه گوشتیه، میل کردم در بازار خریدمش. گفت هر موقع که میل میکنی میخرید؟ از این آیه نمیترسید که اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، خوبی هایتون در دنیا، نصیب خوبی هایتون در دنیا گرفتید؟ یه گوشتی دستشه. امروز ما اگه روزی 2 نوبت گوشت نخوریم که هیچی دیگه. مثال عرض میکنم. یک بار حفص بن ابی العاص رفت به زیارت عمر. عمر به غذاش نشسته، گفت بفرما. حفص نگاه میکنه میگه این غذای عجیب غریبیه، چطوری بخوره؟ نمیخواد معدهش به زحمت بیفته. گفت نه متشکرم. عمر فهمید که چرا نمیخوره. گفت که چرا غذای ما رو نمیخورید؟ گفت چون غذاش سخت که من از به معده خودم میترسم. باز میگن خونم، یعنی اونجا غذای نرمتری هست. گفت شما فکر میکنید که من غذای خوب بلد نیستم؟ من غذای خوب بهتر از شماها بلدم. و لیکن نمیخوام که حسناتم کم بشه، زندگی مرفه داشته باشم، و الا من بهترین غذاها رو بلدم که چطور درست کنم، از کجا بیارم. لیکن ما اون خوبی ها رو میذاریم لیوم تظهر فیه کل مرضعت اما ارضعت، که هر شیرخواری حیران و پریشان میشه. یعنی در مقصود بر روز قیامت. و میترسم که شامل این آیه بشم که اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم دنیا و استمتعتم بها. آیا طیباتتون، غذای خوبی هاتون در زندگی گذاشتید و در اونجا استمتاع کردید؟ با این تواضعش، با این خشوعش، با این زهدش، وقتی که صدیق فوت کرد، قبل از اینکه فوت بکنه، حتی در سقیفه بنی ساعده، صدیق بهش گفت که دست رو بده بات بیعت کنم. عمر دستش کشید مثل کسی که نجات پیدا کرده. گفت بلکه با تو بیعت میکنیم نه با من. گفت ای عمر تو از من قوی تری. گفت قوت من همراه فضل توست. ببین چطور قدر هم دیگه رو میدونن، نه دشمنی نه رقابت. امروز رفسنجانی و خمینی، رفسنجانی و خامنه‌ای، طور که آقای بنی سعد می نویسه، به امریکا پیام داده بودند که اگه قدرت دست ما بدیم ما حاضریم خمینی رو بکشیم. وقتی که عمر باش بیعت شد، در جایگاه صدیق وایستاد. یاد شما که این جای صدیقه. از منبر 3 درجه یه درجه اومد پایین، خاطر احترام به او. وقتی پایین اومد مردم متوجه شدن. گفت که من نمیخوام خداوند من رو در جای ابوبکر ببینه، من کوچکتر از اونم. لیکن سیدنا عثمان پایین نیومد. وقتی یکی از خلفای بنی امیه ازش شورد که چرا عثمان یه درجه پایینتر نیومد، یه پله پایینتر نیومد، گفت اگر پایینتر میومد امروز من با تو چاه می بودم. یعنی همش که نمیشه کسی بیاد 3 درجه بیشتر نداره، 3 پله. یه بار عمر از فرماندارش سوال کرد که
راجب یک استان مثلا چطوریه، گفت فلان شهر از امیرالمومنین خیلی میترسن، فلان شهر اموال زیادی جمع کردن، کشتی ها نمیتونه حملش کنه که بفرستن، اما فلان شهر مردم نیکن و بر عمر دعا میکنن. اللهم اغفر لعمر وارفع درجته. این دعا رو میکنه که ای خدای عمر رو ببخش و درجهش رو بالاتر کن. و عمر گفت اونایی که از من میترسن اگر خیر عمر رو میخواستن نمیترسیدن. این مقصود مذمته. مال شما را بیت المال مسلمین برای عمر نیست و بر خانواده عمر هم چیزی نیست، اما اونایی که برای من دعای خیر میکنن این چیزی که من بهش امیدوارم، یعنی راحت شد با این. وقتی که مرگش فرا رسید در تحیر بود که این امانات رو به کی بده، یعنی خلافت رو. مغیره بن شعبه گفت که من میگم، من راهنماییت میکنم. گفت کی؟ گفت عبدالله بن عمر. گفت نه خیر، بر آل عمر هم یکی کافیه، اگر محاسبه من محاسبه بشم کافیه، یعنی بر خانواده عمر کافیه که یه نفر شما خلیفه شده، لزومی نداره که فرزندم میشه. یک بار با عبدالرحمن بن عوف گفت که ای عبدالرحمن، من بر مردم خیلی نرمش کردم تا اینکه از خداوند به خاطر نرمش ترسیدم. بعد شدت عمل به خرج دادم تا اینکه از خداوند به خاطر شدت عمل ترسیدم. راه چیه؟ که من میترسم بر هر دو پیش خدا مؤاخذه بشم. و شروع کرد گریه کردن. عبدالرحمن میگفت که وای بر افراد بعد از تو، یعنی کسی که بعد از تو جای تو میشینه خدا کمکش کنه. ولذا عقاد نویسنده مشهور مصری میگه یکی از مشکلات بزرگ عثمان اینه که بعد از عمر اومد، نه اینکه آدم بدی بود، لیکن چون جای عمر نشسته مردم اون انتظار رو دارن. یه بار با اصحابش نشسته، یه نفر صاحب مصیبت از سفر اومد نزدیک، دید مردم میگن امیرالمومنین، رفت به سوی عمر، گفت عمر تویی؟ گفت بله. گفت که خدا به حسابت میرسه. بعد رفت. همه ناراحت شدن. یعنی چی؟ میخواستن. عمر گفت نه، باش سر جاتون. پشت سرش رفت، دمان رفت پشت سرش، خود عمر قلبش میتپه. گفت که چرا وای بر من از خداوند، ای برادر عربم چیکار کردم؟ گفت برای که استاندار در فلانجا ظلم میکنه. گفت کی؟ گفت در مصر. اسمش چیه؟ اسمش ایاز بن غنم. تا عمر این حرف شنید، 2 نفر از بهترین اصحابشو فرستاد به مصر بیارینش. این چون سخت گیر بود. اما وقتی که قرآن میخوند نمیتونست از گریه خودش جلوگیری کنه. وقتی که ابو موسی میگه تو قرآن بخون، این قرآن میخوند، عمر گریه میکرد. وقتی بچه ها رو در خیابان میدید میگه بچه شما هنوز گناه نکردید، بر عمر دعا کنید. خودش گریه میکرد، به بچه ها میگه بر عمر دعا بکنید. ببینید با اون عظمتش با بچه ها چقدر متواضعه. وقتی که مرگش فرا رسید به فرزندش عبدالله گفت که ای عبدالله، بعد که ابو لؤلؤ ملعون مقتدای رافضیان و تروریست ها ترورش کرد، گفت سر من از بالش بردار، به خاک بگذار، شاید خداوند بر من رحم بکنه. آقا در وقت مرگ همیشه این آیه رو میخوند: افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. آیا شما فکر میکنید که ما شما را بیهوده خلق کردیم،
سوی ما باز نمیگردی؟ راپریا میگه به علی باز میگردی. زندگی بیهوده نیست، زندگی دارای پیام و مسئولیت بزرگیه. اینجاست که انسان باید طلب علم بکنه، باید خداشناس باشه، باید خداپرست باشه، پیام خدا رو بشناسه، نه علی پرست، نه مسیح پرست، نه قبر پرست، نه گنبد پرست. عمر کم خواب بود، غذای کمی میخورد، لباسش خشن بود، همیشه حواسش جمع بود. میگفت که اگر من شب بخوابم خودم رو گم کردم، ضایع کردم، و اگر روز بخوابم ملتم رو ضایع کردم. وقتی کسی رو میدید میگفت که تو رو به خدا به من راست بگو، عمر رو چطوری میبینید؟ فکر میکنید خدا ازش راضی باشه؟ به نظر شما من به خدا و رسول خیانت نکردم؟ میخواد سلامت بره پیش خدا. من مقصود از همه این حرفا چیه؟ هر چقدر که انسان خودشو بیشتر محاسبه بکنه، روز قیامت سالمتر خواهد شد و از عذاب دنیا و آخرت بیشتر نجات پیدا خواهد کرد. و خداوند ما و شما رو در این راه قرار بده. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. از این لحظه سعی میکنم تلفن و وایبر و اسکایپ رو باز کنم. فقط خواهش که دارم دوستان فقط برای احوال پرسی اصلا احوال پرسی نکنید. از همون اولین لحظه خودتون بفرمایید فلانی از فلان شهر و سوالتون رو مطرح کنید و برای تشکر هم زنگ نزنید. بگذارید بعضی از دوستان چند سال زنگ میزنند و هنوز فرصت پیدا نکردن. سلام بر شما، بفرمایید. آقای ملا سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. حال شما خوبه؟ واقعا همین الان گفتم احوال پرسی نفرمایید، بگیم فلانی از فلان شهر و سوالتون کنید. نه. سوال دارم. بفرمایید. از همون ابتدا بگو من فلانی ام از شهر فلان و سوالتون رو مطرح کنید. نه نگین دیگه اسم ما از وایبر میگم چیزه کسی نمیفهمه اگه من با شما صحبت بکنم، یعنی اطلاعات و این چیزا این شما خارج از کشورید. اطلاعات یعنی چی؟ شما خارج از کشورید. میترسیم این ذره. عجب حرفی ها. خب آقای میترسید. ملازده ما باید به حرفا شما هر روز موحد میشیم الحمدلله. یه سوالم دارم. میگم ما که میمیریم آقای ملازده، این شهیدانی که از دنیا میرن کجا میرن؟ اینا بهش میرن زود یا چجوریه و ما چجوری چی میشه عاقبت ما؟ خدا کنه ما هم شهید بریم از این دنیا. خیلی متشکرم. به نظر من شما زنگ نزنید بهتره. شما گوش کنید بهتره. گوش کنید بهتره. سلام بر شما، امریکا، بفرمایید. سلام علیکم آقای دکتر. بفرمایید. خودتون رو معرفی کنید. سلام علیکم آقای دکتر. رضا هستم آقای دکتر. سلامت باشید. آقای رضا از کجا؟ از امریکا آقای دکتر، لس آنجلس. بله بفرمایید. آقای دکتر می‌خواستم کنید گاز شماره‌اش رو بنویسین. 201 216 503 70 45. چه مذهب ماشاءالله محترمیه. عجب مذهب محترمیه. اینا نه شرف دارن نه خانواده دارن، همه اینی که از هر جا جمعشون کردن.
خب دوستان شمارش 201 216 503 7045. که نفرین خدا بر شما باد که اینقدر بی تربیتند. سلام بر شما، بفرمایید. الو الو السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. برادر از پاکستان صحبت میکنم. بله بفرمایید. میشه مولانا صاحب گوشی را لطف کنید بگید؟ برداشتم، گوشی رو برداشتم، بفرمایید. السلام و رحمت الله، بفرمایید. خیر باش. خب همین حرفا رو شما چرا علنا نمیزنید؟ این حرفا خوبه که خیر باشش، خیر باش، خیر باشش. چشم. ایشون میگه که در کویت شیعیان 2 مسجد بیشتر نداشتن، الان 14 تا مسجد دارن. مسجداشون هم طبق معمول لانه جاسوسیه و دهان بسیاری از علما مولایان اهل سنت ها بستند و همیشه از وحدت حرف میزنند. سلام بر شما، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت. سلام بر شما، بفرمایید. عبدالله هستم از تاجیکستان. آقای عبدالله از تاجیکستان، صداتون رو بلندتر کنی بفرمایید. استاد بله. ما با یک برادر مباحثه شد بین ما. برادر ما در سالهایی که جنگ شهروندی بود در تاجیکستان در روسیه مواد مخدره فروش میکرده است، میفروخته است. بله. و میگوید که از حساب همون پول فروش مواد مخدره برای خود خانه خریدم و زندگی میکنم. من میگویم که درست نیست، این جایز نیست. میگوید که ما با نیت جهاد این کار رو میکردیم و برای ما درست است. همین رو با ما توضیح میدادید. چشم. این کار رو متاسفانه بعضی از احزاب این کار رو انجام میدن. الان حزب الشیطان لبنان هم همین کار رو انجام میده، لیکن این کارها همش اشتباهه. مواد مخدر فروختن و مردم رو از بین بردن کار درستی نیست و پولش هم حرامه. بنده تا حالا فتوایی ندیدم چون این کاری رو جایز بدونه، حتی با کافران. اگر کسی چون این فتوایی دید به من نشون بده. سلام بر شما، بفرمایید. وایبر بفرمایید. سلام استاد، شبتون بخیر. سلام استاد، شبتون بخیر. علیکم السلام و رحمت الله، شب شما بخیر. خودتون رو معرفی کنید. استاد یه سوال داشتم. خودتون رو معرفی کنید لطفا. عبدالله از بوشه. بله بفرمایید. بفرمایید. من اگه به خاطر اینکه بچه همو بخوام از بوشه ببرم زاهدان. الو. بله.
خانم مخالفت میکنه. بخوایم از هم جدا شیم به خاطر تربیت بچه هم، من بخوام برم جایزه یا نه طلاقش بدم؟ توضیح میدم. اینکه طلاقش بدید نه، طلاق کار درستی نیست. طلاق مبغوض ترین چیز پیش خداست. لیکن خانم باید از شما پیروی کنه، باید از شما اطاعت کنه. شما داخل یک کشوری که از کشور به جای دیگه نمیرید که، تازه از کشور هم ناچار شد جای دیگه هم برید، باید از شما اطاعت کنه، ولی طلاق ندید. آیا ابو اسما سلام بر شما، بفرمایید. سلام علیکم، شب بخیر آقای ملازاده عزیز. شب شما بخیر آقای ملازاده قربانت آقای ملازاده، چون دینشون باطله امشب در شبکه وسال عربی آقای فراز صهیبی برنامه هفتگی دارد، صدا میاد؟ بله بله. من همیشه این آقای خدا خیرش بده زنگ میزنه به این آخوندا، 6 آخوند زنگ بهشون زد، هر یکی یه جواب میده. سوال ازشون میکنه، میگه آیا رقیه ام کلثوم دختر حضرت علی رضی الله عنه آیا ازدواج کرده با حضرت عمر یا نه؟ یکیشان میگه نه، یکی دیگر از یکی دیگر میپرسه، آخوندی دیگر میگه بلی این زور گرفتش. از سوم میپرسه آیا این ازدواج شده؟ میگه بلی ولی این دختر نبوده، حضرت فشار به حضرت علی آوردن، حضرت علی فرستاد یک جنی از نجران آورد به نام حسیبه بنت جویریه، اونم جن بوده، بهش ازدواج کرده تا از اینجا. ولی جالب اینجاست آقای ملازاده، زنگ زد به آقای وکیل سیستانی در کویت، این بزرگه، خیلی بزرگه پیش اونا، گفت آقای مهری شما وکیل سیستانی هستی؟ گفت بله. چه سوالی داری، فکر میکردی؟ گفت بلی. گفت من 2 دقیقه از شما وقت شما میگیرم. گفت عزیزم 10 دقیقه برای شما. بهش گفت آقا این ازدواج ام کلثوم با آقای حضرت عمر شده؟ گفت ها الان وقت ندارم، بعداً خودم زنگ میزنم بهت، 1 ساعتی دیگر یعنی برنامه تمام بشه. آقای ملازاده این دینشون باطله، هر یکی یک آخوند یه چیزی داره، مثلا فحاشان یکی یه شکل میاد پوش میده. ولی من یه آیه میخونم برای برادران شیعه خودمان، برادران عزیز خودتان نجات بدین، برادران زودتر برادران عزیز. این سوره اعراف آیه 197. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وأن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. واقعا اینا نگاه میکنن ولی چشمانشان کوره، دلشان پر از کینه است. ولی برادران شیعه زودتر خودتان نجات بدین، به خدا قسم اینا دینشون باطله، اینا جنایتکار هستن مثل آقای خامنه‌ای. خدا حافظ. خدا حافظ شما. خانمی سوال میکنه که شوهر من همش میگه که کلید بهشت در اطاعت شوهره. این درسته به شرطی که شوهر عادل باشه، منصف باشه، به شرع حکم کنه، نه اینکه در خانه خودشو میر غضب نشون بده، خانه رو به جهنم تبدیل کنه. نه، زن از شوهر اطاعت کنه، زن و شوهر هر دو از شرع اطاعت کنن. یعنی این خیلی قابل فهمه. و آیه هم که شما خوندید والذین تدعون من دونه لا یملکون من قطمیر، همه اونه که شما میخونید ای مردم
از علی، از عیسی، از قبرها، از امامزاده ها، از بزرگان، کوچکان، همشون مالک پوست خرما هم نیستن. خدا اینو میگه. الان شما این حرفا بزنید، همین آیه رو ترجمه بکنید، میگه وهابی هستید، حکمتم اعدامه. سلام بر شما، بفرمایید. الو. سلام خسته نباشید. علیکم سلام الله. دلاور هستم از بلوچستان. صداتون ضعیفه آقای؟ دلاور هستم از بلوچستان. آقای دلاور از بلوچستان، بفرمایید. بله. استاد جان می‌خواستم فقط اینو بگم خدمتتون، این آرم برنامه زنده کن بالا بالا باشه. بله بله، خیلی متشکرم. نمیشه. خیلی متشکرم. زنده باشید. قربان شما، خدا حفظتون. سلامت باشید. الله یارتون. خدا حافظ. به امان الله. خیلی متشکرم. وایبر، سلام بر شما، بفرمایید. وایبر بفرمایید. صدا ندارید. آقای محمد از اسکایپ بفرمایید. آقای محمد از اسکایپ. سلام علیکم جناب مولوی. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. یه سوال داشتم جناب مولوی صاحب. ما تو دبی مغازه موبایلی داریم، بعدم اکثر مشتریان روسی هم. مثلا ما موبایل میخریم مثلا 500 درهم، بهش میگیم 2000 درهم، 3000 درهم. اونا قیمتش نمیدونن، از بیرون میان. و یکی دیگه هم موبایل های رفرش، یعنی دست دوم دوباره نو شده به مشتری فروشیم. این قضیه چطور؟ چشم، توضیح میدم. اگر از قیمت بازار گرونتر بفروشی ظلم کردید، چه روسی باشه چه غیر روسی، و چهره بدی هم از اسلام دادید. هم ظلم کردید و هم دین تو بدنام کردید. این روسی یا غیر روسی فردا بفهمه که شما مثلا از قیمت بازار گرونتر فروختیش، هم تو رو لعنت میکنه هم دین تو. مثلا اینجاست. هیچ موقع عدل و انصاف رو از دست ندید. یعنی قیمت بازار باشه. بازار قیمتش چقدره؟ همونقدر. اما مثلا بازار 2000 میفروشید ولی چون روسیه قیمت رو بلد نیست 3000، این ظلمه و گناهه. و یک موبایل دست دوم به جای دست اول بفروشی مثل همون تدریسه، این هم گناهه. باید مشتری بدونه که دست دومه دست اوله. سلام بر شما، بفرمایید. سلام بر شما، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. الو. بفرمایید. الو، سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. شهادتین میگم. الله قبول کنه. بفرمایید. خودتون معرفی کنید. اسماعیل هستم از گناباد. آقای اسماعیل از گناباد. گناباد تابع کدوم استانه؟ بله، صدا نمیشه، ضعیفه. گناباد استان کجاست؟ استان خراسان. خراسان رضوی، آخر استان خراسان رضوی. خراسان شمالی. نه، استان رضوی. رضوی، درست. از بیرجن، نرسیده به بیرجن. آها، بله درست. بله بفرمایید. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله ولا غیر. خدا قبول کنه. چی باعث شد که شهادتین بگید و از که یعنی جرقی از کجا شروع شد؟ والا برنامه‌های خوب شما و کلیپاتون و دروغای زیاد اینا و عرضم به حضور شما دیگه اینا چیزی نداشتن. نه از اسلام چیزی نداشتن. الله اکبر. همه رو به کفر و شرک به شرک مخاننی ها یک گده کافر شدن، یک گده بیدین شدن. و حال ما هم به خودمون حساب کردیم، دو تا چهار تا کردیم، دیدیم چیزی بهتر از خدا نیست، بالاتر از خدا چیزی نیست و در روز قیامت میتونیم جواب بدیم. و جواب ما در روز قیامت ایه، ما خدای تو رو بالا تو رو خواندیم، کسی دیگر رو نخواندیم. ما انسان رو نخواندیم، هیچ کسی رو نخواندیم، فقط از تو خواستیم. الله اکبر. و عرضم به حضور شما اینجا از ابو اسما و تشکر میکنه از ابو اسما و چیز از کرج، کامبیز از کرج.
تشکر میکنم و یک دو تا سوالم از شما داشتم. بله بفرمایید. یک سوال منیه که ما خیلی از خدا، از الله متعال چشم بخشایش الله داریم و عرضم به حضور شما فکر میکنیم که در نظر خدا بخشیده یم و خدا ما رو مبخشه. به خاطر حال همه گناه کردیم، گناهکاریم. به خاطر گناهانمان خدا ما رو مبخشه. به توحید خدا رو صدا زدیم، همونطور که شما فرمود خدا غیوره، خدا غیرت داره. خدا کسی که او رو به یگانگی صدا بزنه با آتش جهنم نمیفرستش. حالا آیا این شیطون ما رو گول نمیزنه؟ این با تکبر نیست؟ چشم توضیح. یک سوالم یه بله میخوام جواب بدین. بله بعدش هم عرضم حضور شما. ولی یک دعا میخواستم برام دعا کنید که توی یک مخمسه افتادیم انشالله به لطف الله خدا ما رو از همه بینندگان، از همه برادران خواهران میخوام در نمازشون برای ما دعا کنن که ما از شر اینها نجات پیدا کنیم. آمین یا رب. چشم. خیلی متشکرم از شما. سلامت باشید. خدا حفظتون. خیلی هم دوستتان داریم. سلامت باشید. خیلی هم ما دوستتان داریم. خدا حفظتون کنه. خیلی دوستتان داریم. شما قلب ما جا دارین، استاد مایی، بزرگ مایی و تمام برادران و خواهران دینی ما قلبا دوست داریم. تشکر میکنیم ازشان. حتی ما کسایی که به شبکه‌ها کمک میکنن، کمک مالی میکنن، ازشان تشکر و قدردانی میکنیم. پیشونیشان میبوسیم و در روز قیامت بنده گناهکار در روز قیامت شهادت میدم که در روز قیامت منی که با خدا دشمنی و عناد کرده بودم و جنگیدم، شما دست بنده را به لطف الله دست بنده رو گرفتین و بنده از این شرک و عناد و دشمنی با خدا دست برداشتم و در روز قیامت شهادت میدم که شما و کسانی که در این راه قدم برداشتین به ما کمک و یاری کردید. خدا حفظتون کنه. سلامت باشین. امری باشه. سلامت باشید. خدا یار یاور شما باشه. قربان شما. خیلی سلامت باشید. خدا حافظ و ناصر شما باشه. و السلام و رحمت الله و برکاته. خداوند اولا این شهادتین رو در میزان اعمالتون بنویسه که پیامبر خدا میفرمایند اگر شهادتین در یک کفه ترازو باشه و همه کائنات در کفه دیگه شهادتین هنوز میچربه و خداوند به خاطر این شهادتین و ایمانتون مشکلاتتون رو حل کنه و شما را و بقیه شهادتگویان را از شر شرارت پیشگان حفظ کنه. اما سوال اولتون، قسمت اول سوالتون که نگرش به رحمت خداوند داره نگرش بسیار درستیه. این تکبر که نیست چی، بلکه به مجرد اینکه انسان توبه کنه همه گناهانش پاک میشه جز حقوق مردم. خداوند بخشنده، نماز تا نماز، روزه تا روزه، حج تا حج، عمره تا عمره، همه اینا کفاره ما بینشونه و امیدوارم خداوند از ما و شما همه در بگذاره و ما و شما رو سرباز خودش قرار بده. سلام بر شما. بفرمایید. وایبر سلام بر شما. بفرمایید. بله بفرمایید. وایبر بفرمایید. صداتون خیلی ضعیفه. یا وهاب سلام بر شما. بفرمایید. سلام علیکم استاد. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حسین خوبین؟ سلامت باشید. آقای ابو حسین. محسن. آقای محسن ماشاءالله حال شریف داره. اسممو عوض کردم استاد، اون اسم اصلیم روش بود، گفتم بله عوض که از نظر امنیتی دوباره گیر نمید. بله چه کنیم از دست اینا. استاد اتاق تشریف نمیارین؟ اتاق من چیز آپدیت کردم ویندوزمو، الان پالتاک ندارم، باید چیزش کنم، باید دانلودش کنم.
انشالله بخیر. امید خدا. استاد قرض از مزاحمت، من نمیدونم صدام پخش میشه نمیشه پخش نشه نه؟ نه اگر خواستید بعد از برنامه زنگ بزن. به همین شماره؟ به همین شماره. چشم. سلامت باشید. سلامت. درست بعد از برنامه. باش. قربان شما. خدا یار شما باشه. سلام بر شما، بفرمایید. وایبر سلام بر شما، بفرمایید. صدا ندارید؟ تلفن سلام بر شما، بفرمایید. سلام بر شما، بفرمایید. سلام آقای ملازاده. علیکم سلام و رحمت الله. چه گوشی رو بردارید؟ برداشتم، بفرمایید. سلامت بید. نه چه اول پاوت مشکل خرید مکن. وقتی چه اول چشه وقت مشکل خرید مکن. نه ولی وقتی کلک بازی کنید که زندگی سخته. خیر انشاءالله. توضیح ده انشاءالله. در چونی حالتی اگر نتونه صبر بکنه زندگی به هر حال برای همیشه چشکار نبیتی. دو نفر یه طرف و طرف به اصلاح بکنه، اگر نبود جدا به. وایبر سلام بر شما، بفرمایید. وایبر بفرمایید. سلام بر شما، بفرمایید. سلام. علیکم سلام و رحمت الله. بفرمایید. بفرمایید. سلام بر شما، بفرمایید. سلام بر شما، بفرمایید. سلام دکتر، تو خسته نباشید. سلامت باشید. شما؟ من علی هستم از تهران. آقای علی از تهران، بفرمایید. من دکتر تنها 6 ماه شیعه اداره هستم. خدا قبول کنه شما. سلامت باشید. محمد رسول الله. خدا قبول کنه شما. سلامت باشید. دکتر سوال داشتم. بله. میشه تو قبر عمرم ببینم؟ سلام بر شما، بفرمایید. سلام استاد، خسته نباشید. سلامت باشید. ابو حسین هستم از اهواز. آقای ابو حسین از اهواز، بفرمایید. قربان علاوه بر اینکه تجدید بیتی بکنم، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. استاد سوالی داشتم. بله. سوالم این بود که وقتی تشهد، چون که دو سه بار سوال کردم جواب درستی نگرفتم. تشهد ما میگیم تشهد، مثلا میگیم التحیات لله و صلوات و طیبات. چرا با سلام بعد شروع میکنیم؟ مثلا میگیم السلام علیکم النبی و رحمت الله. چرا با همون وقتی میگیم تشهد چرا با اشهد ان لا اله الا الله شروع نمیشه؟ نه برای که همچنین جبرئیل این چنین به پیغمبر یاد داده. گفتم اینو
خود پیغمبر هم همینطوری میخونده، صحابه پیغمبر هم همینطوری میخوندن، برای که جبرئیل اینطوری یادشون داده. یعنی این تیکه جزئی از تشهده، یعنی اول سلام شروع میشه بعد تشهد؟ نه التحیات لله والصلوات والمبارکات والسلام علیک یا ایها النبی و رحمت الله و برکاته السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. اینه. من منظورم اینه که چرا اینو میگیم، چون که وقتی میگیم تشهد باید یه راست بریم بگیم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. نه خب این مقدمه آخه. سلام شروع. نه برای که این مقدمه بر تشهد. خود اول شما اول حمد و سپاس خدا میکنید، بعد بعد تشهد میگی. همچنان که من شما مثلا قبل از که فاتحه رو بخونیم میگیم سبحانك اللهم و بحمدک و تبارک اسمک، بعد میریم فاتحه رو میخونیم. این مقدمه تمهیده. پس قانونه، پس این قانونی هست باید. بله. دست شما در سلامت باشید. شما شهادتین گفتید. بله من به قول معروف از هدایت شدگان قدیمی هستم. که هدایت شدید؟ 4 سال استاد. درست. خدا قبول کنه. بله. از قربان شما عزیز جان به ابو اسما سلام میرسونم. آقا ابو اسما خیلی دوست دارم. سلامت باشید. استاد شما هم دوست داریم. خواهش میکنم. نگهدارتون باشه. خدا یار شما باشه. خدا حافظ شما. وایبر سلام بر شما. سلام. آقای دکتر میخواستم یه سوالی بکنم در مورد، اگه خودتون اول معرفی کنید. من اگه یادتون باشه یه بار خودم زنگ زدم و گفتم ناشناس باقی بمونم چون اینجایی که هستم. نه اسم مستعار بدین. اسم مستعار. اسم مستعار که همیشه با همین اسم میایی. بزنید موحد از گیلان. موحد از گیلان. بله بسیار خوب. امروز یه صحنه‌ای دیدم توی محلمون، تعزیه خوانی بود، 2 نفر اونجا بودن، خواستم فیلم بگیرم براتون بفرستم. یه کاسه‌ای گذاشته بودن و یه میکروفونی هم دستشون و داشتن برای امام حسین میخوندن و کلا برای ائمه و اینا. دقیقا نزدیک خونه ما بود. به یاد شما افتادم اتفاقا، ولی خب بنابر اون جنبه‌های امنیتی حالا گفتم فیلم نگیرم بهتره. خواستم نظر شما رو در مورد این بدونم. و یه چیز دیگه هم، چون من از آدم دانشگاهی هستم و کلا با علم سر کار دارم، کتاب زیاد میخونم، مسلمانم هستم، موحدم هستم. از 18 سالگی وقتی که آداب و رفتار اینا رو دیدم شیعه بودم. از 18 سال پیش؟ الان 10 سال میگذره. آها درست. شک کردم خلاصه به آیین‌های اینا و یکتاپرستی رو انتخاب کردم. البته برنامه‌های شبکه شما، شبکه کلمه خیلی مؤثر هست و برنامه‌هایی که پخش می‌کنید وجداناً از تمام برنامه‌هایی که اپوزیسیون های ایرانی پخش میکنن، حالا شما که برنامه‌تون دینیه ولی اونا بقیه‌شون سیاسیه، چون شما یه جوری میشه گفت کار فرهنگی انجام میدید برای مردم، خیلی مؤثر هست و خیلی اینها رو ترسونده و ما آثارش تو جامعه داریم میبینیم. البته خب به علت اینکه اینها حکومت دینی اینجا متاسفانه تشکیل دادن و نام اسلام رو تحریف کردن، تمام مردم یه جورایی میشه گفت نسبت به اون دینی که خلاصه در جامعه توسط قدرت اشاره پیدا میکنه تا حدی مورد سوال ذهنشون و دنبال تحقیق کردن هستن که بفهمن چی به چی. مثلا بعضیا تو مسیر شبکه شما قرار میگیرن و به لطف خدا موحد میشن و راه درست و زندگی رو در میابن. میخواستم ببینم نظر شما در مورد این فلسفه و فلسفه های غرب از اون ابتدا
تا فلسفه اسلامی، ملا صدرا، البته هر کدوم رو که وقت میشه و میتونید جواب بدید ممنون میشم. ملا صدرا میگن یه فلسفه‌ای داره، در مورد اینا صحبت کنید برای ما. در مورد یه چیز جدیدی هم الان اومد که البته خیلی وقته، از اوایل قرن 20 اومده، میگن آتئیست. اینا خدا رو قبول ندارن و کلا آدابی که ارائه میدن انسانیه، ولی من بهشون خیلی شک دارم. خواستم در مورد این هم یه خورده برای ما نظر بدید، خیلی ممنون میشم. و آخرش هم از شما سپاسگزاری میکنم و از صبر شما تشکر میکنم که جلوی اینها واقعا مقاومت میکنید. به اینا هم خورده نگیرید، اینا نادان هستن بلا نسبت شیعیان موحد. ممکنه توی شیعیان آدمای جون خانواده من فقط به خدا اعتقاد داشته باشن، اینا رو آدمای خوبی بدونن، ائمه رو، کل پیغمبرا رو، خلفا رو، همه رو انسانای نیکی بدونن، ولی شیعه باشن و دوستدار اهل بیت باشن، هیچ اشکالی نداره. میخواستم یه چیز دیگه هم بگم، مثلا اگر یک شخصی یک دین دیگه ای داشته باشه، مثلا بهایی باشه یا اصلا مسیحی باشه، کاتولیک، پروتستان، ارتدوکس یا هر چیزی دیگه باشه، ولی آداب انسانی باشه، رفتار اسلامی داشته باشه، یا به جنبه اسلامیش که نام اسلام برگرفته از اون، تسلیم بر برابر حقیقت باشه. اگه اشتباه نکنم شما تصحیح بفرمایید، تسلیم برابر حقیقت و واقعیت باشه، آداب انسانی داشته باشه، ولی آداب اسلامی رو به جا نیاره. نظر اسلام در مورد اون چیه؟ اون رو فردش نه. خیلی ممنون. سلامت باشید، زنده باشید، خدا حفظتون کنه. من همچنین و خوشحال شدم از سخنان جذابتون. تجربتون که تجربه توحیدی خوبی بود، لیکن راجع به سوالاتون راجع به فلسفه ملا صدرا، علامه اقبال لاهوری میگه که ایشون دوباره وطنیت رو زنده کرد. میگه آتش پرستی دوباره در لباس تشیع از خلال فلسفه ملا صدرا آمد بیرون و عموما فلسفه در مقابل دین موضع خوبی نداشته، به این معنا که وقتی به غیبیات دخالت کرده، این دخالت ها فلسفه رو عقیم کرده. اما در امور مادی، در امور طبیعی فلسفه کارش خوبه، بررسی علوم مثلا. اما شخصی اگر آداب اسلامی نداشته باشه لیکن تسلیم حقیقت باشه، چون شخصی به اسلام میرسه. اگه تسلیم حقیقت باشه به اسلام خواهد رسید خود به خود. یعنی اما موضوع اسلام اینه که مسیحی باشه، یهودی باشه، مهم نیست، بلکه دین چیز اختیاریه، چیز قلبیه و اینا رو نمیشه به زور کسی رو وادار کرد. انسان باید قانع باشه تا دین رو بپذیره. سلام بر شما، بفرمایید. سلام دکتر جون، حال شما خوب است؟ سلامت باشید جناب علی. محمدم از اصفهان، دوباره مزاحمتون میشم. خواهش میکنم، مراحمی داریم. بابا من یه سوال بفرمایید. ببخش من شما رو حرف میزنم، شما تو پدرمی دکتر جونم. بابا جون من یک سوال از داشتم. اگر یه ریستار بکنید دوباره زنگ بزنید، صداتون کلی از بین رفت متاسفانه. آقای کریم بر شما بفرمایید. آقای کریم بفرمایید.
سلام بر شما، بفرمایید. الو. بله. سلام آقای ملازده. علیکم السلام و رحمت الله. خوبی شما؟ خیلی متشکرم جناب عالی. من محسن هستم از تهران. آقای محسن از تهران، بفرمایید. آقای ملازده من یه سوالی داشتم. بفرمایید. مگه الو. بفرمایید. مگه شما حضرت محمد قبول دارین؟ چه سوال احمقانه یک میکنید؟ یه سوال بالاخره. نه احمقانه، این سوال خیلی احمقانه. ما شب و روز بر محمد درود میفرستیم، میگه قبولش داری؟ خب درسته. خب مگه محمد نگفته که بعد از من علی؟ هرگز هم چه حرفی نزده. میگه تو کتاب شما نیومده من گفتم مولایی بودم، علی مولایی اوست. آقا مولا اولا بعد از من ربطی نداره، بعد خود علی این حرف فهمید یا نفهمید؟ بله فهمیدش، درسته؟ بله. پس چرا قبولش نکرد؟ چرا مردم وقتی که خودش میگه مگه تو نهج البلاغه نیومده که حق منو نهج البلاغه 400 سال بعد نوشتن، برای خودش نوشتن. ولی اجازه بده شما آقا، اجازه بده نپر تو حرف. خود علی در سقیفه بنی ساعده که مردم دارن خلیفه تعیین میکنن، چرا نگفت بهشون که آقا پیغمبر من خلیفه معین کرده، چرا شما خلیفه تعیین میکنید؟ علی خدای نکرده خاکم بدن لال بود، شما بلدی حرف بدن، چرا رفتید؟ چرا فرار کردید؟ خب این آقای مولازهی شما 2 بار تماس گرفتید لیکن قطع شد از شما، زود قطع میشه. چرا؟ الو بفرمایید. سلام آقا. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. جناب لازم سوال داشتم. خودتون رو معرفی کنی اولا. آرارات هستم. آرارات از تهران. آقای آقای آرارات از تهران، بفرمایید. تلویزیونتون رو ببندید. رامان یه لحظه الو. بله بفرمایید. کاراتون درست کنید بعد زنگ بزنید. سلام بر شما، بفرمایید. الو جانم بفرمایید. سلام بر شما، بفرمایید. الو الو جناب صدا ندارید، چیکار کنم؟ الو بفرمایید. سلام علیکم آقای علیکم السلام و رحمت الله. سلمان هستم آقای دکتر. آقای سلمان هستم آقای دکتر. 2 تا سوال داشتم از خدمتتون آقای دکتر. بله. عرض که آیا محاسن جزء واجباتی یا جزء مستحباتی؟ بله. الو این صدایی که شما هست ببندید اینو. آقای دکتر آیا محاسن جزء واجبات یا مستحباته؟ چشم توضیح میدم. سوال دوم آقای دکتر سوال دوم داشتم. بفرمایید. آیا محاسن آیا دودر شما
این بی‌تربیت و بی‌شرفیه. اینا این روزاست شماره امریکا استفاده میکنن. با امام زمانشون باراک حسین اوباما دوست شدن نه؟ سلام بر شما، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. صداتون رو بلندتر کنید لطفا. سوال داشتم دکتر. بفرمایید. زن و بچه آدم جفتش بگیره تا 5 سال حکمش چیه؟ چشم توضیح میدم. پدرزن اگه حکم زن و بچه بگیره باید رفت دادگاه شکایت کرد بینشون فیصله کنه. قضیه طولانیه. سلام بر شما، بفرمایید. سلام آقای ملازاده. علیکم السلام و رحمت الله. ایمان هستم. ببخشید دوباره مزاحم شدم. به آقای ایمان. ابو اسمام در انتظار شماست. پشت خطه. آره زنگ زدم طاقت نبردم. کارو خوبی کردی. گفتم آقای ابو اسمام سلام برسونم. خوشحال شدم خیلی وقتی زنگ زد، خیلی خوشحال شدم. امیدوارم یه روز بتونم این دعایی که من کرده جبران کنم. اگه میشد دعوتش کنم شیراز، مشکل امنیتی نداشت، بیاد شیراز ببرمش جای دیدنی، البته بغیر از شاچراغ و ببرستون اینا. اینجا نه جای شرک نه، جای خوب دیدنی ببرمش و این لطفش جبران کنم انشالله. بعدم یه چیز دیگه هم میخواستم، ایشونی که زنگ زدن گفتن حضرت محمد و مثلا شما میشناسین، اگر شما واقعا دنبال حقیقتی، کتاب آقای برقی تابشی از قرآن، اگه اسمشو درست گفته باشم قول نشده باشه، درسته جان، اونو اگه بخونین تمام شبهاتش چیه قشنگ با تفسیر مشخص شده، که البته تفسیرهای بهتری هم هست که من اگه دارم بیشتر تو سایت عقیده میگردم و چیزای بهتری هم پیدا میکنم و دوست دارم به جوانایی که مثل خود من بگم که این سایت عقیده خیلی هم راحت با فیلتر شکن باز میشه، همه کتاب ها هست، قشنگ سرچ میکنی، تمام اطلاعات کامل میکنی در مورد حضرت علی، در مورد حضرت عمر، در مورد حضرت عثمان و قشنگ متوجه میشیم. این کانال برای هدایت ما و من خیلی از شما تشکر میکنم که من فرصت دادی. البته دوست دارم حد اکثر دستن 2 روز یه بار تماس بگیرم که زیاد وقتی بقیه رو نگیرم، چون میدونم جوانان دوست دارم با شما ارتباط برقرار کنن و وقتی شما رو میبینیم مثلا از موقعی که برادرم با شما آشنا شدیم از رنگارنگ، خب برنامه رو کم و بیش نگاه میکنیم، کم کم علاقه من شدیم و اومدیم جلو. خیلی روحی ما تاثیر گذاشت. درسته من میگم قبلا شرک نبودم، جز اینا نبودم، ولی خب چیزی که شده‌ای داشتم که باید پیداش میکردم و خلاصه از شما تشکر میکنم. بخشی باز دستتون رو گرفتم. ابو اسمام جاش رو چشمه، خیلی مخلصشم. به قول شیرازی ها دمش کرد. همچنین شما زنده باشید. قربونت برم. اگه کاری نداری خدا یار شما شد. خیلی متشکرم. خدا حافظ. قربونت برم. ممنون. خدا برسونید. آقای ابو اسما، اینم دوست شما آقای ایمان موحد، بفرمایید. السلام علیکم آقای ایمان عزیز، خوشحالم کردی. انشالله من اشم موحد داریم، بچه ها میگن بابا الان فردا برو یک ماشین وانت وسایل بیار برام همیشه. آقای ملازاده این اتاق گذاشت نوشتن اتاق ملازاده، اتاق من پاکش کردم از آقای ملازاده وظیفه شما است. کور خوندن آخوندهای لال و کور خمسخوار کجا هستین بیان
مردم همش موحد میشه. این نمیذارین یک مسجدی در تهران باشه، چون مردم یاد اونجا نگاه میکنن، سنی ها میبینن موحد میشن. ولی این تلویزیون کمرتون شکنده. آقا بگی نهج البلاغه، این نهج البلاغه شما نامه شماره 35 چجور میگه به وقتی ابن منجم ملعون الرافضی مثل شما حضرت علی بشار میگه در وصیتش، من عربیشو میخونم، من میدونم برادران میفهمن عربی چی. این حضرت علی به اولادش میگه اوصيكم بتقوى الله وان لا تبغي الدنيا وان بغتكما دنیا ول کنین، اگر اون شما خواستن شما نخواهید. هنا میگن حکم مخواست، حکم مخواست، خلافت مخواست. ولا تأسفا علي شيء منها زوا، هیچ چیزی دست شما رفت چیز نخوری عنكما. وقولا بالحق، حق بگوین، مثل این دو گروه. وعمل للأجر، اجر کنی. وكونا للظالم خصما، بر ظالمان دشمنی کنید. وللمظلوم عونا، اهل سوریا چی براشون مونده؟ خودت میکشی، خودت میکشی، یا کاش دست برداری از اینا. این حضرت علی اینو میگه اوصيكم وجميع ولدي واهلي ومن بلغ كتابي بتقوى الله تقواكم. نقف بابا امام زمان وشي امركم وصلاح ذات بينكم، فاني سمعت جدكما صلى الله عليه وسلم يقول صلاح ذات البين افضل من عامة الصلاة والصيام. اگر دوستی با دو نفر کنید الدنیا چیز بهتر است. در آخر میگه الله في الأيتام، الله في القرآن. أخونا میگن قرآن محرفا. لا يسبقكم بالعمل به غيركم، لا يسبقكم بالعمل به غيركم. کسی جلو شما بیشتر نرد به قرآن خوندن. خدا شما باید جلو صدقه بگیری. الله في الصلاة، الله نماز بخاری. اینا میان مسجدی نمون در عراق، همه مال سنت خرابش کردی، دزدیدی. آقای ملا داده خدا شاهد، دهات اهل سنت میرن گوسفنداشان میارن در عاشورا چیزش میکنن. این خیر امام حسینه. آقایان شما برادران شیعه پولتان میاد در سوریه، افغانی ها میفرستن پول بیشون میدن برون مردم چیز کن بکشین، ملت سوریه بکشین. این پولتان اونجا. والله و بالله شما مسئولیت ایرانیان، چه سنی باشه چه شیعه، همه تون مسئولین. جلو این ملعونا چادرها میذارن در خیابان ها. کمک کنین، با چیز کنین، با شر کمک کنین سقوط نکند. والله و بالله غیر ملا زاده زنهای بدبخت در عراق شیعیان میان آواره هستن، داعش بعضیشان فرار کردن، میان میگن در خانهشان کمکتان نمی کنین، بیان سیخه کنین. با کی سیخه کنین؟ با شرفیم. شما داعش این کارا نکرده، شما میان اینجوری میکنی؟ نه، شما شیعه نیستی، باید بیاید سیخه کنی. افغانی و پاکستانی اونجا جهاد میکنن بر علیه اهل سنت، ملت سنیه میکنن. باید وقتی میان مرخصی نمیتونن برن افغانستان، اینجا شما بیان باید سیخه کنی. لعنت الله بر پدر و مادر خامنه‌ای. مردمو بیشرف کرده، مردمو آواره کرده، مردمو کشته، نه مساجد گو. آخه شما با چی همیشه با دشمنان اسلام هستین؟ لعنت خدا بر شما خدای مفتخر. کافیه بزنین ملت آزاد بشه. آخه آقا ملازم چی میگه در باره قرآن میخوانه براتون. این آیه، این سوره غافر میگه ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. خدایا انتقام بگز خامنه‌ای، مردم بیچاره کردی، کافیه بس دیگر. ای مجوسی ملعون. خدا حافظ. خدا حافظ شما. سلام بر شما، بفرمایید. سلامت میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر، خسته نباشید. سلامت باشید آقای محمد، حال شما چطوره؟
قربونت برم. شما خوب هستین سلامت باشید. استاد؟ خیلی خیلی تشکر میکنم. شما امشب راجع به زندگی نام حضرت عمر ابن خطاب صحبت کردین، هم امشب هم دیشب. قبلش هم راجع به حضرت ابوبکر صحبت کردین، حضرت سلمان فارسی. خیلی خیلی خواستم از شما تشکر کنم استاد. سلامت فقط استاد بله. شما دیشب یادتون رفت جواب سوالی منو بدین؟ یادتون رفت؟ چه بود؟ سوالی منو یادتون یاد؟ سوالتون چه بود؟ یادم رفت. راجبی یادتن امام شیعیان که اینا امامان اهل سنت هستن، از خود حضرت علی تا امام حسن عسکری همشون اهل سنت بودن. اینا رو گفتم. این شک اینا رو دیشب گفتم شما نشنیدید پس. استاد اینا همشون اهل سنت بودن، هیچ شکی درش نیست. بدون شک. و فقط خواستم اینه شما بدونم که این 11 نفر حالا بعد امام حسین مثلا امام سجاد، جعفر صادق، امام رضا هیچ فکر از شیعیان الان نداشتن که یعنی مثلا یه انحرافی رفته باشن. دقیقا همین فکر عقیده داشتن که ما اهل سنت داریم. مثلا خواستم یعنی عقیده غیر از این نداشته باشن. خب مثلا خواستم اینو بدونم استاد. یه چیز دیگه هم از استاد به خدا شرمنده مزاحمت خواهش میکنم. سلامت باشید. حضرت علی وقتی امام حسن و امام حسین در خونه حضرت عثمان گذاشته نگهبان باشن، حواسشون به حضرت عثمان باشه، تو تاریخ اومده که برگشتنه که امام حسن خبری شهادت حضرت عثمان به حضرت علی داده، حضرت علی زده تو گوشی امام حسن که چرا گذاشتی اتفاق بیفته. نمیدونم حالا تو گوشی حسن زده یا تو گوشی امام حسین. فقط میخواستم بدونم اینا واقعیت داره یا نه. دستتون درد نکنه. سلامت باشید. خدا حافظ. بعد اینا از مسلمات تاریخه، لیکن اون نقطه اولی که همیشه من روش تکیه میکنم که ائمه اهل بیت همشون بدون استثناء از علی تا امام حسن عسکری اهل سنت و جماعت بودن. بچه‌هاشون رو به اسم خلفا مینامیدن، خلفای اربعه. لیکن شیعه در اختلاف اندازی مصلحت دنیوی داره، مشکلش اینجاست. سلام بر شما، بفرمایید. سلام علیکم حاج آقا، شب شما بخیر. آقا بر شما بخیر باشه. ببخشید من محمدی هستم، از کردستان تماس میگیرم. آقای محمدی از کردستان، بفرمایید. بله، یک سوالی داشتم خدمتتون. من کارگر ساختمان هستم. تقریبا از یک سال پیش تا الان جمعا حساب کردم کلا 4 ماه کار داشتم. بعد اسمی هم نوشته بودم برای مسکن مهر که به هم خونه بدن، ولی متاسفانه مسکن مهر پول ما رو خوردن بردن و الان فامیل اقوام پول زکات و پول صدقه شون رو میارن میدن به من هم قبول نمی کنم. آیا پول صدقه و زکات به من میرسه یا نه؟ من 2 تا بچه هم دارم، خانوادگی هیچی ندارم متاسفانه. چشم، توضیح میدم. ممنون، دستتون درد نکنه. سلامت خیلی باشید. ممنون. خداحافظ. خدا شما را غنی و بی نیاز کنه. لیکن مادامی که درآمدتون از خرجتون کمتره، مادامی که درآمدتون از خرجتون کمتره، زکات برای شما جایزه. زکات عموما بر چنین افرادیه. سلام بر شما، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله جناب دکتر. علیکم السلام و رحمت الله. خودتون رو معرفی کنید لطفاً. من هدایت الله هستم، از ایران تماس میگیرم. بله بفرمایید. خواستم از برنامه خودتون تشکر کنم جناب دکتر. ما بیننده برنامه شما هست با خانواده. خواهش میکنم. خواستم تشکر بکنم از برنامه خودتون. سلامت باشید. خیلی متشکرم از شما، محبت کردید. سلام بر شما، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. جناب الو، بفرمایید. الو، بفرمایید. الو، سلام. رضا هستم از بوشهر.
آقای رضا از بروجرد، لطفا صداتون رو بلندتر کنید، صداتون ضعیفه. آقای رضا از بروجرد، صداتون رو بلندتر کنید. الله اکبر، بفرمایید. اشهد ان لا اله الا الله. بله. اشهد ان محمد رسول الله. علیه الصلاة والسلام و علی آله و صحبه الکرام. چه باعث شد که شهادت بگید و از کی این برنامه ها رو نگاه میکنید؟ بهمن پارسال شروع به این برنامه ها کردم و بله. کلیپ قدیر خون رو نگاه کردم. بله. جرقی از اونجا شروع شد. بله. خدا قبول کنه انشاءالله. خداوند شما را راهنما و پیشوای بروجرد بگردانه. متاسفانه شما صدای منو نمیشنوید، ولی به هر حال انشاءالله که میلیون ها انسان برای شما دعای خیر میکنه. خداوند موحدان را، شهادتگویان را برکت بده و روز بیشترشون کنه و اونها رو از شر و گزند مشرکان حفظ کنه. سلام بر شما، بفرمایید. سلام. علیکم السلام و رحمت الله. میشه گوشی رو بردارید؟ برداشتم، بفرمایید. بله برداشتم، بفرمایید. بله. نه، سحر اینجوری نیست. این تنبلیه، سحر اینجوری نیست که. سلامت باشید. خداوند توفیقتون بده و کسالت از شما برداره. سلام بر شما، بفرمایید. الو، سلام آقای مولازاده. علیکم السلام و رحمت الله. آقای مولازاده جناب، خودتون من درباره این آقای ابو اسبا می‌خواستم صحبت کنم. خودتون رو معرفی کنید. من محسن هستم از تهران. آقای محسن از تهران، بفرمایید. درباره آقای ابو اسبا. چرا مگه این آدم خطرناکیه. چرا خطرناکه؟ 1 سال پیش عضو گروه داعش بوده. از این غلطا نکن، از این غلطا نکن بچه، نفهم. دو 098. دوستان اجازه بدید 935 908 85 03 2098 935 908 85 03. یک شهادتگو، 2 شهادتگو بیاد، اینا دیوانه میشن. به هر نحو باید بیان اینجا بر لجنکاریشون. همین آقا نوشته که من سوال علمی دارم. خاک به سرت. سوال علمی همینه؟ سلام بر شما، بفرمایید. سلام. سلام بر شما، بفرمایید. خوب سلامتی. سلامت باشید، بفرمایید. شما؟
من ابو محمد هستم از بلوچستان تماس میگیرم. بله بفرمایید. میبخشی آقای دکتر، این کسی که تماس گرفت برای اهل سنت، ما هممون این 11 امامه که اهل تشیع مال امامان خودمون میدونیم، بجز یک شخصی اون هم اون مهدی موعودشونه که هنوز متواری شده نتونسته برایشون کاری انجام بده. هر زمان که این مهدی برایشون ظهور کرد، این مهدی که فرار کرده، این ما امام خودمون نمیدونیم. بقیهشون که همه امامان اهل سنت هستن. عزیزم یه چیز جدید بگین، اینا رو که گفتیم. وقتی شما مطلبی رو میگی چیز جدید بگی که بر معلومات گویندگان بیافزایه. تکرار و مکررات فایده نداره. آقای واحد از بگرام بفرمایید. سلام علیکم، شب شما بخیر آقای ملازم. علیکم السلام طلا، شب شما بخیر باشه. بفرمایید. سلام علیکم آقای ملازم. باشه یک سوال داشتیم در رابطه به یک حدیثی از نقل شده بود در صحیح بخاری و مسلم، حدیث 930 و حدیث 875 در رابطه به یکی از در جیران خطبه که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده، کسی داخل مسجد شده بود و برای گفت که اول 2 رکعت تحیت المسجد یا 2 رکعت نماز بخونیم بعداً بشینیم. و امروز ما جای بحث ما شد و کسی دیگه گفت که نه، در داخل در جیران خطبه حتی جواب دادن سلام یعنی جواز ندارم. و این یک مسئله تو ضد نقیص است. سلام که در وقت نماز هم انسان حق داره جواب بده تا چه رسه به خطبه. خب یعنی مثلا گویا اگر در مسجد نشستی و کسی میاد سلام میتنه، بله، نه سنت اینه که انسان وقتی داخل مسجد میشه در امام خطبه میخونه سلام نده، فقط 2 رکعت نماز تحیت المسجد بخونه و بشینه. و گویا اگر مثلا سهوا سلام میده، جناب سهوا یعنی سلام میده مثال، نه اگه سلام داد مردم با اشاره سلام جوابشو بدن. خب اینا اینجا یعنی به خاطر از اینکه یکم که ببخشید زحمت اندای شما را که شرح بیشتر اگر بده که دیگه توضیح یعنی مسئله تحیت المسجد و کسی که امروز بحث کرد در رابطه با این مسئله گفت همون نفر در اون عصر زمان وقتی که داخل مسجد شده بود همون فقیر بود و خاطر از اینکه لباسای مثلا جوریده داشت چه قسمی که مردم باید نکنن. اینا تعبیرات بنی اسرائیل، هیچ کدوم اینا درست نیست. اگر امکان یک کمی که شرح بیشتر توضیح خواهم داد. اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هر کدوم از شما وقتی داخل مسجد میشید نشینید مگر اینکه 2 رکعت نماز بخونید. این 2 رکعت نماز رو تحیت المسجد میگن که واجبه. حتی اگر امام خطبه هم خوند این تحیت المسجد واجبه. سلام بر شما بفرمایید. وایبر سلام بر شما. حال شما خوب هست؟ سلامت باشید جناب علی. من محمدم چند دقیقه پیش با آدم تماس گرفتم، مثل اینکه متوجه سوال من نشدید جناب آقای دکتر. شما داری ادای محمد رو در میارید، محمد نیستید. من نه، ما محمدم از پایتخت شیخ قربونت برم. خود محمدم عزیزم. درست، بله بفرمایید. بفرمایید. دکتر جون، من سخنرانی های الهی قم شیعی و کتاب آقای شریعتی و آقای عبدالکریم سروشو گوش میدم. نظر شما درباره این افراد چیه؟ آیا ادامه بدم ندم؟ خواستم نظر بپرسم نظر شما در این باره چیه؟ خیلی ممنون، شبتون خوش. نفر اولی گفتی کیه؟ چیز که الهی قم شیعی یه صوفیه و حرف عمومیش خوبه، حرف عقیدتیش خوب نیست، حرف اجتماعیش خوبه. مثل آقای سروش. آقای سروش یه نفر قالی در ولایته، حرف عمومی سیاسیش خوبه، حرف عقیدتیش که راجع به ولایت میزنه خوب نیست. به جای اینها کتابای آیت الله برقعی رو بخونید، کتابای قلمداران رو بخونید، کتابای شیعیان علمای شیعه هدایت شده رو بخونید. دکتر موسی موسوی، احمد کسروی، آیت الله برقعی، استاد مصطفی حسینی طباطبایی که به نظر من ایشون اعظم علمای ایران از سنی و شیعه، به نظر بنده آقای طباطبایی از سنی و اعظم علمای اهل سنت و اهل شیعه در ایران و سایتش هم سایت خوبیه در رد بر اسلام ستیزان
مرجع یک، یعنی تقریبا کسی دیگه به گردش نمیرسه. وقت اونقدر گرانبهاست انسان باید به چیز گرانبهایی پرش کنه. دقت می‌کنید کتاب احمد کاتب خوبه، کتاب دکتر موسی موسوی خوبه و این سری کتاب ها رو شما الان کتاب های عقیده، سایت عقیده رو بخونید یه عمر لازم داره، یک عمر. دقت می‌کنید؟ اما اینا که شما ذکر کردید هیچ کدومشون چنگی به دل نمیزنن. برای وقت کشی خوبه. برای وقت کشی. بله. سلام بر شما، بفرمایید. سلام بر آقای ملازاده گل. حال شما چطور آقای ملازاده؟ سلامت باشید جناب عالی. من عبدالرضا عوضی افغانستان برای شما تماس میگیرم. آقای عبدالرضا؟ بله بله ها، هر موقع برای شما تماس میگیرم. بله. از ایران زنگ بزنم. بله. چرا اسمتون عبدالرضا؟ این اسم شرکیه، عبدالله بذارینش یا خود رضا بذارینش؟ عبدالرضا اسم شرکیه. در اسم عبدالرازق نام داره، اینجا عبدالرازق اسم منه. عبدالرازق درسته. ایران آمدی نام شرکی گرفتید ها؟ از شرکستان متاثر شدید. نه خواهش میکنم آقای ملازاده، ما خدایی یک آدمی هستم آقای ملازاده، میشه به دین خود محکم یعنی تا همجایی که فکر کنیم به دین خوردیست. خب اگه دین خود محکم باشه، اگه دین خود محکمید که خدا محکمترت کنه، اسم توحیدی بذار، اسم شرکی نذار. نه عبدالنبی بذار نه عبدالرضا. بله بفرمایید. باشه. چون آقای ملازاده همین یک سرکاری بودم، سرکار گفت اسم تو چیه؟ گفتم عبدالرازق، دیگه نتونست بگه همین اسم ما بون بباره و سهلا. بله. آقای ملازاده یه سوال هم دارم. سوالم همینه که آیا با خواستگری حضرت علی رضی الله تعالی عنه کی رفت خواستگری کرد بریو؟ چشم توضیح میدم شب. دختر ابوبکر صدیق و مهریه‌ش هم ابوبکر داد و الان این نفرین های رافضی سب و شتمش میکنن. سلام بر شما، بفرمایید. سلام آقای ملازاده. علیکم السلام و رحمت الله. جناب عالی. آقای ملازاده عزیز، ما یک خانواده مسلمان هستیم. جناب عالی. من مسلمانم، اسم مستعار میدم. بله بفرمایید. من گوشی رو میخوام بدم با مادرم صحبت کنیم. بله بفرمایید. الو سلام آقای ملازاده. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید خانم. خوب هستین شما؟ سلامتی، خسته نباشین. خیلی خوشحالیم صداتون رو دارم میشنوم آقای ملازاده. سلامت باشید، لطف دارید. از چه شهری زنگ میزنید؟ ما از اطراف خراسان رضوی زنگ میزنیم، نزدیکای تایوان. بله بفرمایید. خوبین آقای ملازاده؟ خیلی خوشحال شدم صداتون رو شنیدم. ما الان چند ساله داریم برنامه‌تون از شبکه رنگارنگ داریم میبینید. سلامت باشید. خودتون از اهل سنتید یا از شیعیان موحد؟ من والا خودم شیعه بودم، بعد موحد شدم، شوهرم اهل سنت بودن. من خودم ایرانی ام، شوهرم افغانی ام. ماشاءالله، خدا توفیقتون بده. خدا برکتتون بده. زنده باشه. بچه‌هام هم همه الان داریم یه کاری میکنم، جوری دارم تربیتشون میکنم که موحد باشن. ما گرچه در داخل شرکستانیم، خیلی اینجا همه مشرکن. بله. خیلی خوشحال شدم آقای ملازاده صداتون امشب شنیدم. خیلی استرس دارم. شما واقعا پدر موحد ایران هستین، شما پدر توحیدین آقای ملازاده. یعنی با خنده های شما ما خنده میکنیم، با گریه های شما ما گریه میکنیم آقای ملازاده. سلامت باشید، خدا حفظتون کنه. خیلی خوشحال شدم صداتون شنیدم آقای ملازاده. یک دنیا ممنون. سوالی اگه باشه در خدمت هستم آقای ملازاده. عرضی نیست. خیلی متشکرم. خدا یار یاور شما باشه. متشکرم. از دعای خیرتون ما رو فراموش نکنین آقای ملازاده. با امید خدا. این جرقه هدایتتون چطوری شروع شد؟ والا آقای ملازاده من یک مولوی بودش، رفتیم افغانستان هرات، اون باعث شد گفت که
شما که یه خورده تحقیق کنین در مورد این مثلا دین اسلام و اهل سنت اینا. بعد خیلی من زیاد دنبالش نبودم، ولی از وقتی که برنامه‌های شما شروع شد و برنامه شما رو ما از رنگارنگ دیدیم، بعد واقعا دیدیم مسلمانی واقعی تو اهل سنته، یعنی واقعا دین خالصیه، بی هیچی آقای مولازده، هیچ بدی داخلش نیست، واقعا خالص دین مسلمان، یعنی دین خیلی خاصیه واقعا. الحمدلله. دین اینه، اسلام اینه. این دلیل دوستی خداوند بر شماست که دست شما رو گرفته و خداوند شوهرتون خیر بده. متشکرم آقای مولازده. یعنی آقای مولازده انقدر من از خدا متشکرم آقای مولازده که واقعا خدا منو خیلی دوست داشته که من اومدم تو این راه. آقای مولازده من خیلی مشرک بودم، خیلی گمراه بودم آقای مولازده، یعنی الان انقدر خدا رو 1000 مرتبه شکر میکنم، خیلی مثلا گناه ها رو یعنی شاید انجام داده باشم، ولی از وقتی که این با این دین و با این پاکیت آشنا شدم واقعا خدا رو 1000 مرتبه شکرت میکنم واقعا آقای مولازده. خدا رو شکر. خدا دستتون رو بگیر انشالله. خود شما موحد شدید، شوهرتون اسم شرکی گذاشته نگذارینش که اسم مستعار شرکی بذاره. نه اسم اون مسلمونه آقای مولازده، اسم خودم که زهراست آقای مولازده. بله. خدا توفیقتون بده. دستتون رو بگیر انشالله. زنده باشین. دعا کنین برامون آقای مولازده. من الان پسرم توی مدرسه همین حساب اهل تشیع داره درس میخونه، خیلی خودشو کنترل میکنه آقای مولازده، خیلی. یعنی الان دخترم 9 سالشه میاد برام تعریف میکنه، میگه مامان من اصلا اینجوری نمازا رو قبول ندارم مامان. بله. خدا دستون بگیره و بذارید بچه‌هاتون تلویزیون ها رو نگاه کنن، تلویزیون های توحیدی نگاه کنن. اینا بهترین، این تلویزیون ها جای هر معلمی رو میگیره انشاءالله. متشکرم آقای مولازده. بله یک دنیا ممنون. انشالله که خدا شما رو عمر با عزت بده، انقدر عمر داشته باشین که شما روزی واقعا موحد شدن کل مردم ایران ببینین آقای مولازده، چون شما واقعا زحمت میکشین آقای مولازده. سلامت باشید. خیلی خیلی متشکرم از شما. به نظر من و خانواده‌ام میگیم آقای مولازده شما پدر، یعنی مهدی آخر زمانی که میگن شما هستین آقای مولازده واقعا. زنده باشید. حسن زن شماست. زنده باشین آقای مولازده. خیلی خوشحال شدم صداتون رو شنیدم آقای مولازده. ما الان 8 سال داریم میخوایم بهتون زنگ بزنیم، امشب یعنی همینجوری پسرم گرفت یهو شمارتون گرفته شد دیگه. سلامت باشید. وایبر کارو آسان‌تر کرده. آره آقای مولازده. خب خوشحال شدیم آقای مولازده، از دعای خیرتون من و خانواده‌ام رو فراموش نکنین آقای مولازده. سلامت باشید. خداوند شما رو سعادتمند و خوشبخت بگردانه. خدا یار یاور. متشکرم. خسته نباشین. خداحافظ شما. خداحافظ شما باشه. اما راجع به مهدی آخر زمان، هر مسلمانی وظیفه داره که یک مهدی باشه. هر مسلمانی. وجعلنا للمتقین اماما. قرآن میگه که دعا کنید که خداوند ما و شما را امام اهل تقوا بگردانه. سلام بر شما، بفرمایید. الو. سلام بر شما، بفرمایید. سلام بفرمایید جناب. خسته نباشید. سلامت باشید. شما؟ ما حسین هستم از مینا. آقای حسین از مینا، بفرمایید. بله، من درباره دعا میخواستم، اهل سنت هستم، درباره دعا میخواستم یه چیزی در موردش بفهمم. چشم. دست من. سلامت. دعا نیاز انسان به خداونده. هر چی را که نیاز دارید از خدا بخواه. هر چیز را صحابه پیغمبر بند کفششون را از خدا میخواستن و از هیچ کس دیگه نخواه. وقتی دست به سوی خدا دراز میکنی، دست به سوی گدایان دراز نکن. و انتم الفقراء الی الله. همه بشر گدایان دربار خدا هستن. وجهتون یکی باشه، قبلتون یکی باشه، معبودتون یکی باشه. سلام بر شما، بفرمایید. سلام بر شما، بفرمایید. سلام. الو سلام. علیکم السلام رحمت الله. بفرمایید. ملازده. بفرمایید. خسته نباشید. سلامت باشید. شما؟ از سنندج مزاحم میشم.
خواهش میکنم بفرمایید. عزیزم حرف تو بزن. سلام بر شما، بفرمایید. الو. بله. سلام علیکم، شبکه توحید. علیکم السلام و رحمت الله. بله بفرمایید. واسم آقای ملازاده صحبت کنم. بنده هستم، بفرمایید. خوب هستی؟ خیلی متشکرم. شما؟ من حمید هستم از آذربایجان. آقای حمید از آذربایجان، خوش یادگار داشت، بفرمایید. خوب هستین انشاءالله؟ سلامت باشید. از آقا ملازاده من یک خواهشی داشتم از شما. بله. من تمنا میکنم به خاطر اسلام، بله. به خاطر همون صحبت هایی که میکنید از آخرت، از این دنیا، حرف صحیح رو برای عوام روشن کنید. یعنی این حرفایی که ما میزنیم برای عوام روشن نیست یا صحیح نیست؟ بدن شما صحیح کدوم میکنید؟ ببینید آقای ملازاده، شما استاد هستید. شاید منی که کارگر هستم بله متوجه الفاظ شما نشم. نه، ما که خیلی ساده حرف میزنیم، خیلی ساده، خیلی عامیانه حتی. یعنی ما میگیم خدا رو بپرستید، میگیم قبر نپرستید. آخرت ما خیلی مهمه. خب برای آخرت همه اولا دعا کنید به همون پیغمبر مبارکی که ما داریم، به اون خدای بزرگی که ما داریم. آیا برای شما مهمه تمام زندگی چه شیعه چه سنی؟ اگر مهم نبود چرا همه زندگیمون رو وقف کردیم شکر خدا که اینا هدایت بشن، خدا رو بخونند، قبر نخونند، بشر نپرستند، مشرک نشن؟ اگه مهم نبود که میرفتیم دوباره دنیا پول در میآوردیم برای خودمون، برای بچه همون. آقای ملازاده عزیز، من با تعداد زیادی از بلوچان، خب بلوچان عزیز، هم سنگرم، رفیقم، هم سفره‌ام، خب اینا همشون صحبت‌های ما برادری بوده. من هیچ صحبت سیاسی یا اعتقادی یا چیزی ندارم. من صحبتم فقط اللهه. آیا شما به حدیث محترم پیغمبر که امت من به 72 فرقه تقسیم میشوند اعتقاد دارید یا نه؟ خب همون حدیث کامل کن. همون حدیث که میگه امت من به 72 فرقه تقسیم میشه، همه اهل آتشن جز یک گروه. ازش سوال شد که اون گروه کیه؟ گفت اون چرا که من و یارانم امروز بر اون باشیم، بر اون هستیم، بر اون راه باشن. یعنی کتاب خدا و سنت رسول الله، یعنی اهل سنت و جماعت. من استعداد دارم از شما آقای ملازاده، شما استاد بزرگی هستید و بلوچان برای من یه ترک هستم، برای من خاطرات شیرین دارم بلوچان. من بزرگ شده بلوچستان عزیزم ببخشید الان آخر وقت 7 دقیقه بیشتر وقت نداریم. اگه دوست داشتی فردا بیاد بیشتر حرفاتون رو بزنید. و لیکن شما همین حدیثی رو که خودتون اشاره کردید اگر بهش دقت کنید تشیع رو رها میکنید. این حدیث سراسر ضد تشیعه. بگذارید که تشیع بیشتر از 300-400 فرقه خودش. بگذاریم از این. سلام بر شما، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خسته نباشید آقای ملازاده. سلامت باشید. شما آقای ملازاده شما چند روز پیش بحثی رو مطرح کردید. خودتون رو معرفی کنید لطفاً. محمد هستم از قم. آقای محمد از قم، لطفاً تلویزیونتون رو ببندید بفرمایید. خیلی مختصر. چشم یه دست زمان بدید. جناب ملازاده چند روز پیش بحثی رو شما مطرح کردید بابت خروج ایرانی‌ها از ایران و اقامتشون تو کشورهای دیگه و یه دلیل مذهبی برای این بیان کرده. منطقیه؟ من همچین بحثی مطرح نکردم. کی من گفتم مردم از ایران خارج بشن برای منطقه؟ کجا برن؟ چرا گفتید دلیل اقامت در خارج از کشور بیشتر از ایرانه؟
نه من میگم کسی که نتونه در ایران دلیل مذهبی براش بیان کردید در این صورت که نه اشتباه فهمیدید فردا بیا بیشتر اینو من یه خورده باز میکنم. میگم که اگر کسی در ایران نتونه دینش حفظ کنه بره بیرون، خود دینشو بهتر میتونه حفظ کنه. امروزه در اروپا مثلا عرض میکنم در امریکا در غرب خیلی راحت‌تر دینو میشه حفظ کرد از ایران شرک زده، از ایران قبر زده، از ایران شیعه زده. ایران درش توحید نیست، ایران سراسر شرکه جز اندکی در اطراف کشور. لیکن اگر کسی تونست بمونه هجرت نکنه، چون هجرت مشکلات خاص خودشو داره. حرف بنده اینه. سلام بر شما، بفرمایید. سلام مولانا. سلام بر شما جناب علی. ببخشید مجددا زنگ زدم، من مسلمان هستم. بله بفرمایید. آقای مولانا من یه سوالی داشتم. بله آقای مولانا ما تو این مدرسه هایی که مثلا اهل تشیع هستن درس میخونیم و بله و تو این بعضی از این مراسم اینها که مثلا مراسم عزاداری هست شرکت میکنیم و مجبور هستیم که تو این مراسم شرکت کنیم، این چه عذری داره این کار؟ چشم توضیح میدم اینو. این مراسم مثل گوشت خنزیر میمونه. مراسم مذهبی و سیاسی کشور هر دو مثل گوشت خنزیر میمونه. تا میتونید نخورید، تا میتونید شرکت نکنید، چه مراسم دینیش چه مراسم سیاسیش. سلام بر شما، بفرمایید. الو. بله سلام علیکم، خسته نباشید. علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشید. شما؟ من از کردستان زنگ میزنم. بله آقای مولازاده هستن؟ بنده هستم، بفرمایید. سلام پدر بزرگوار. سلام از شما. خسته نباشید. سلامت باشید، بفرمایید. میخواد یک سوالی داشتم. بله من میشه گوشی رو بذارید؟ خیلی مختصر که آخر وقته. بله بله توضیح میدم شما. بله بله مشکلی نیست. تلفظش اینطوری نوشتی مشکلی نیست. ولی قسمت اول جواب بدم قبل که برنامه قطع بشه. سود بانکی حرامه. سود بانکی به هر نحو حرامه مگر اینکه اون بانک اسلامی باشه، مگر اینکه عمل کردش اسلامی باشه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. شکر خدا که امشب شهادت گویان و موحدان زیاد بودن. ای بار خدایا به موحدان برکت بده، جانشان و مالشون را، ارزشون را، آبروشون را، خانواده هاشون را حفظ کن. ای بار خدایا به مریضان ما شفا نصیب کن، بینمایان ما را بانوا بگردان، شهیدان ما را رحمت بکن. جنایتکاران رافضی را که بر منطقه مسلطن زیر و زبرشون کن، همراه با صهیونیستا به جهنم بفرستشون. ای بار خدایا فرزندان ما را صالح بگردان و بر و نیکی اونها را نصیب ما بگردان. خانواده های ما را صالح بگردان. مجردان ما را ازدواج نصیب بفرما. مردگان موحد ما را رحمت بفرما. به برنامه های ما بیش از پیش برکت بده.
و ما را سبب فتنه مگردان، ما را سبب بازگشت مردم به توحید و یکتاپرستی و دوستی و محبت بگردان. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا و قرة عیننا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین. همه شما را ای موحدان، ای یکتاپرستان، به خدای بزرگ میسپارم. برای برنامه هم همیشه دعا بکنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.